به نام خداوند بخشنده و مهربان. همدیاران عزیز، امیدوارم که همگان تنسیت و خوشبخت و سربلند باشید. در این لحظه ها 2 هفته قبل با شما یک صحبتی داشتم در موضوع آن که چرا باید امام علی رحمانوف از قدرت کنار برود. باید گفت که و باید اعتراف هم کرد که خودم شخصا این انتظاری را و این توقع را نداشتم که واکنش ها به این حد زیاد خواهند شد. چه طرفداران این فکر که باید امام علی رحمانوف از قدرت کنار برود و چه مخالفین. خیلی واکنش ها گوناگون بودند، واکنش ها زیاد بودند از طرف قشرهای گوناگون جامعه و بار دیگر ما را این واکنش ها به این باور یا به این قناعت نزدیک کرد که واقعا ملت ما آیسته آیسته دارد برای بحث موضوع های خیلی مهم و تصمیم های خیلی مهم آماده می شود. صحبت اولی ما این بود وقتی که گفتیم که چرا باید امام علی رحمان از قدرت کنار برود. با چند دلیل و مردم عزیز شرح دادیم که موقع پیمان ملی تاجیکستان و نه تنها پیمان ملی تاجیکستان بلکه بسیاری از قشرهای دیگری جامعه بر این است که بعد از تحلیل ها، بعد از بررسی ها به این نتیجه رسیدیم که حاکمیت امروزه با رهبری امام علی رحمانوف دیگر توان اداره کشور را ندارد، پتانسیل خود را از دست داده و از همه مهمترش حق معنوی باقی مانده در قدرت را دیگر ندارد. و دلیل های اقتصادی آوردیم، دلیل های سیاسی، دلیل های حقوقی و واقعا هم رفتارهای خود امام علی رحمانوف و کماندش در این شب روزها نشان داد که حرف ما درست بوده است. چه بخصوص در شب روزهای کرونا ویروس و ما دیدیم که در تمام دنیا حکومت‌ها چگونه رفتار کرده ایستادند به غیر از حکومت تاجیکستان که رفتارش مانند به یک حکومت نیست که بلکه به یک گروه خانوادگی، به یک مافیا و به یک اشخاصی که نه تنها قدرت و توان اداره یک کشور و ملت دارند بلکه باز هم تلاش میکنند در این مصیبت درآمد بگیرند، خالی سیاسی کسب کنند. برای مثال وقتی که کمک‌های بشردوستانه خارجی به تاجیکستان آورده شد، اینها را از نام خانواده تقسیم کردند، نه از نام کدام وزارت، نه از نام ستاد، نه از نام وزارت تندرستی، وزارت حفظ اجتماعی. یا ببینید شما وقتی که دولت و حکومت کار کرده ایستاده است و باید کار کند، یک خانواده از نام پرزیدنت، از نام دختر، از نام پسر و حتی از نام نبیره پول ملت را، کمک‌های بشردوستانه را به خود ملت همچون کمک خیریه پیشنهاد میکند و تقسیم میکند. و این بار دیگر نشان داد که موقع پیمان ملی تاجیکستان و تمام حزب و حرکت‌ها و افرادی که جانبداری از آن میکنند که باید حاکمیت در تاجیکستان عوض شود درست بوده است. اما یک سوال در ذهن همگان پیدا شد و فکر میکنم این سوال هم منطقی هست که اگر وقتی آن رسیده است که حاکمیت عوض شود، امام علی رحمانوف از قدرت برود، پس سوال این است که آیا ملت به این آماده هست؟ آیا ملت این را میخواهد یا نه؟ این سوال خیلی مهم است. از نگاه من این سوال مهمتر از سوال اول هست، چون که اگر ملت نخواهد، ملت آماده نباشد، دیگر دعوای پیمان ملی تاجیکستان، رهبریت پیمان یا هر کسی دیگر که حالا بیاد بگوید که امام علی رحمانوف پتانسیل خود را از دست داده است و دیگر حق معنوی اداره دولت را ندارد، این حرف همچون حرف باقی میماند و ملت آن را رد خواهد کرد. اما بیایید ما و شما تحلیل کنیم که آیا واقعا هم ملت این را میخواهد یا نه، یا ملت آماده چنین یک تغییرات حاکمیت هست یا نیست. وقتی که این گونه سوال گذاشته می شود، فرق ندارد چی در تاجیکستان باشد، چی در اروپا، امریکا، آسیا، در هر کشور در اونجا یک مکانیزم های معین کردن آمادگی ملت یا خواسته ملت وجود دارد و در هر کشور این مکانیزم ها، این معیارها فرق میکنند. برای مثال اگر در یک کشور دموکراتیک قرار داشته باشیم، در اونجا معیار اساسی این انتخابات است. انتخابات معلوم میکند که ملت چی میخواهد، این حزب را میخواهد یا حزب دیگر را، این نامزد را میخواهد یا نامزد دیگر را. از کار و فعالیت و رفتارهای این پرزیدنت یا سروزیر یا حزب حاکم
راضی هست یا نه میخواهد که یک حزب دیگر، یک شخص دیگر سر قدرت بیاد. برای مثال ما و شما در ماه نوامبر همین سال که همزمان هم انتخابات پرزیدنتی در امریکا هست هم در تاجیکستان، دو حالتی از هم فرق کننده رو مشاهده خواهیم کرد. در امریکا که انتخابات ها معمولا خیلی شفاف و دموکراتی میگذارد و هممون شاهد هستیم. من هم خودم 2 مرتبه انتخابات های پرزیدنتی امریکا رو از نزدیک شاهد بودم، همچون ناظر بین المللی شرکت کردم در وقتی که آقای بوشی خردی نامزد به پرزیدنت بود. و ما شاهد خواهیم بود که ملت امریکا کی را میخواهد که ترامپ در قدرت باقی بماند یا حکومت عوض شود، آقای بایدن بیاد به سر قدرت. چون در امریکا معمولا با فرق خیلی اندک این اراده ملت معین می شود. شخصی پیروز یا حزب پیروز 51 یا 50 از 5 51 یا 52% میگیرد، نامزد یا حزب باخته 48-49%. یعنی فرقیت زیاد نیست، ولی همین فرقیت اندک هم خودش بیانگر اراده ملت است. اگر در انتخابات آمریکا ترامپ باقی ماند در ماه نوامبر، پس میتوان گفت که ملت آمریکا میخواسته است که حاکمیت عوض نشود و آقای ترامپ 4 سال دیگر پرزیدنت باقی ماند. اگر بایدن پیروز شد، پس معنی رو دارد که ملت آمریکا ارادهش، خواهشش این بود است که یک حکومتی نو بیاد، از عملکردهای جناب ترامپ راضی نیست. اما در کشورهای دموکراتی، این در اروپا هم همین است، در آلمان، در فرانسه، در بریتانیا. در همین بریتانیا ما در همین 4-5 سال اخیر ما شاهد هستیم که 3 سروزیر عوض شد. آقای کامرون، این خانم ترزا می و اخیراً حالا بوریس جانسون سروزیر هست. در یک مدت کوتاه از این بریتانیا ضرر ندید، بلکه ملت بریتانیا با این شکل ارادهش را بیان کرد و پرزیدنت ها را یا سروزیرها را یکی پس دیگر عوض نمود. اما در کشورهایی که دموکراتی نیست، انتخابات ها تقلبی می شود. مثل تاجیکستان ما که همیشه حزب حاکم یا پرزیدنت بالای 70-80 و گاه 90% هم رای میارد و معین کردن اراده و خواهش ملت، آمادگی ملت برای تغییر حاکمیت با این اصول و شیوهی که ما در کشورهای دموکراتی داریم امکان ندارد. ما اگر در تاجیکستان انتخابات دموکراتی می بود، حتما ما و شما هم میدانستیم که یا میتوانستیم بفهمیم که اراده ملت چه هست. ولی هیچ وقت متاسفانه حداقل در این 28 سالی که جناب رحمانوف پرزیدنت تاجیکستان است، یگان مراتب هم انتخابات آزاد شفاف برگزار نشده است تا اینکه ما بدانیم که اراده ملت چه است. شما ببینید حتی در انتخابات پارلمانی هم سال 2010 با شاهدی تمام ناظران داخلی و خارجی، حزب نهضت اسلامی تاجیکستان اکثریت آوازها را گرفته بود. حالا میتونیم تحلیل کنیم که این آوازها را به طرفداری حزب ما دادن یا بر مخالفت حزب حاکم، فرق نمیکند. مهم این که در پروتکل ها این چیز ثبت شد. اما چون انتخابات تقلبی بود و رحمانوف نمیخواست اعتراف کند این باخت را و پیروزی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان را، ما نتوانستیم اراده ملت را درست آشکار کنیم، بیان کنیم و اعتراف کنیم. اگر رحمانوف اعتراف میکرد که انتخابات پارلمانی بود، حداقل ما میتوانستیم بگوییم که ملت تاجیک میخواهد که شاخه قانونگذاری حاکمیت عوض شود، از حزب خلق دموکراتی باید حزب دیگر بگذارد برای 5 سال. بعد 5 سال باز همین ملت میتوانست به حزب نهضت رای ندهد، حزب کمونیست رو انتخاب کند، حزب سوسیال دموکرات یا برگشته باز به حزب خلق دموکراتی رای بدهد، مثل که در هر کشوری آزاد و دموکراتی دیگر هست. اما چون در کشورهای ما این قاعده عمل نمیکند، پس برای ما و شما دشوار است معین کردن که از این طریق که اراده ملت چه است. پس میماند از روش‌ها و مکانیزم‌های دیگر استفاده کنیم تا اینکه معین شود که آیا ملت ما آماده است برای تغییرات، آیا میخواهد که حاکمیت تغییر یابد یا نه. برای این روش‌ها و مکانیزم‌های جامعه شناسی هست، سیاست شناسی هست، فلسفی هست، منطق هست و از این راه ها میتوان معین کرد و آسان‌ترینش شاید برای ما و شما هموطنان گرامی این باشد که ما بیایم صدای ملت رو بشنویم.
من نمیخوام الان با شما از نقطه نظر علمی یک درسی سیاست شناسی بر این صحبت کنم، چون این ضرورت رو هم نداریم و خیلی تلاش میکنم که ساده تر با مردم صحبت کرده باشم. یگانه راهی که الان ما میتونیم این نبض جامعه را حس کنیم، معین کنیم که آیا ملت آماده هست یا نیست، برویم باید سراغ اون قشرهای اساسی ملت، قشر از همه فعالتر ملت و اون میدانها یا پایگاه‌هایی که در آنجا بحث‌های سیاسی میشوند که بهترینش الان این شبکه‌های اجتماعی است و اینترنت است. ما نمیتونیم این بحث‌ها را در نتیجه موضوعها یا برنامه‌های تلویزیونی تاجیکستان یا خبرگزاری خاور یا دیگر رسانه‌هایی که مستقل نیستند تحت فشار کار میکنند در اساس اون بهانه‌گذاری کنیم و اون جایی که به همه امکانیت میدهد که حرف دلش را بگوید، چه طرفداران رحمان چه مخالفین رحمان، چه طرفداران باقی ماندن همین حاکمیت خانوادگی یا عوض شدن این حاکمیت خانوادگی، این اینترنت است. اگر مشاهده و تحلیل ها و بحث و بررسی ها رو اینجا نگاه کنیم، پس میبینیم که اکثریت ملت خواهان تغییر حاکمیت در تاجیکستان هستند. ملت این را میخواهد، ملت به این نتیجه رسید. حالا بیاد دوستان گرامی یک تحلیل خیلی ساده و سرسری کنیم در اساس آن داده ها و امکانیت هایی که در اختیار ما و شما هست. اگر تحلیل کنیم شبکه‌های اجتماعی، رسانه‌های نیم مستقل یا مستقل را در آنجا که مردم حرف دلش را آشکار زده میتواند، یوتیوب، فیسبوک یا توییتر یا سایت هایی که در آنجا سایت های مستقل هستند، مقاله ها نشر میشود، نقطه نظرها نشر میشود، ما میتونیم جامعه را یا به اصطلاح دیگر ملت تاجیک را به چند گروه ها تقسیم کنیم تا اینکه تحلیل این گروه ها و تحلیل موقع آنها ما رو به این نتیجه برساند که آیا ملت این تغییرات رو میخواهد یا نه. بیاد اول ببینیم که کیها طرفدار تغییرات هستند و کیها مخالف تغییرات. این را خیلی ساده می شود از مانیتورینگ یا نظارت شبکه‌های اجتماعی و بحث‌ها مشاهده کرد. من اون نتیجه گیری که خودم کردم و مرکز تحلیلی پیمان ملی تاجیکستان کرد و دیگر مرکزهای کارشناسی و فکری در این مسئله با ما کمک کردن، به این نتیجه رسیدیم که قشری از همه فعال و قشری از همه آماده برای تغییرات حاکمیت این قشر مهاجرین هست. حالا فرق نمیکند چه مهاجرین سیاسی که در اروپا یا در کشورهای دیگری امن‌تر قرار دارند یا چه مهاجرین مهنتی که شمارهشون نزدیک به 2 میلیون است در روسیه، در قزاقستان و کشورهای دیگر. قشر مهاجرین این تحلیل ها نشان داد که آماده ترین و از همه بیشتر خواهان تغییرات حاکمیت در تاجیکستان هستند و این دلیل هم دارد. اونا خسته شدند از هجرت، از دور بودن از وطن، از پدر و مادر. اینا تبدیل شدن به یک، من معذرت میخوام، تقریبا به یک غلامی که وظیفه‌شون فقط کار کردن است در جنگل ها، در تخخانه ها، در یک شرایط سخت اقتصادی و اجتماعی و پول فرستادن به تاجیکستان به خویش و تبارشان که این پول از طریق بانک های تحت نظارت خانواده میگذارد که آنها فایده خود را میگیرند. این پول ها رو بعد با یک نرخ بسیار هم ضررناک برای اهالی به پول ملی تبدیل میکنند و از اون درآمد میگیرند و این وضعیت ملت رو خسته کرده است، با خصوص مهاجرین رو، و آنها میبینیم، مشاهده میکنیم در پیام هایشان، در بحث هایشان که از همه فعالترین و از همه آماده ترین برای تغییر حاکمیت همین قشر مهاجرین هست. طبیعی است که قشر مهاجرین سیاسی که دیگر در این باره گپ نیست، اونها وطن رو از دست دادن، آزادی رو از دست دادن، همه چیز رو از دست دادن. اونها طبیعی است که خیلی فعالترن در این مسئله از مهاجرین مهنتی. اما رفتارهای اخیر حکومت تاجیکستان و مناسبت حکومت با مهاجرین در این شب و روزهای دشوار، در این 2 ماه اخیر، نشان داد که حتی بعضی از قشرهای مهاجرین که از سیاست دور بودن، اصلا به سیاست سر و کار نداشتن، یا حتی برخی ازشون طرفدار همین حکومت هم بودن، اینها دلسرد شدن و درک کردن که یگانه راه خلاصی از
این مشکلات این فعال بودن است، حق خود را صاحب شدن است و تلاش کردن برای تغییر حاکمیت است. پس میتوان گفت که این قشر یکی از قشرهای فعالی هست که خواهان تغییر حاکمیت در تاجیکستان می باشد. اما این نکته را هم یادمون نرود دوستان که به این معنی نیست که 100% همه مهاجرین طرفدار تغییر حاکمیت هستند در بین مهاجرین چه کسانی که هنوز هم طرفدار حکومت هستند و چه کسانی که مخصوص از طرف مقامات گماشته می شوند، با آنها امکانیت داده می شود، آنها را رهبری مثلا دیاسپورا ها میمونند یا بعضی خدمات های خاصی تبلیغاتی برای مهاجرین آنها از طریق تشکیل رادیو و سایت ها اینها ذهنی مهاجرین را به سمت میکشونند که باید طرفدار حکومت باشند. اما وقتی آخر دیده ایستادم که این کار هم نتیجه نمیدهد، اما هستن یک ایده خورده که باز هم طرفدار حاکمیت باقی میمونند. دوم قشری که احساس میشود خواهان تغییرات است این روشنفکران است. حالا من این روشنفکران ملی را تقسیم نمیکنم بر روشنفکران دنیوی دینی، بر روشنفکرانی که در داخل کشور هستند در خارج هستند. در عموم روشنفکران که طبیعت روشنفکری همین است که اون کم شما در تاریخ بشریت دیده که یک روشنفکر بیاید در پهلوی حکومت قرار بگیرد. اصلا خود رسالت روشنفکری این است که همیشه بین خود و حاکمیت یک فاصله را رعایت کند. اما باز هم تقریبا وجود ندارد که یک روشنفکر واقعی بیاد در پهلوی یک حکومت دیکتاتوری خانوادگی قرار بگیرد، مگر اینکه یک ایده خورده از این درباری هایی که خودشون را روشنفکر و زیایی و اینتلیجنت میگیرند که طبیعی این دعوای خودشون است که آنها 4 کتاب خواندند، گالستوک میپوشند و مثلا سیما و نمود ظاهری روشنفکری گویا دارند، اما در اصل از نوشته ها، از بیانیه ها، از موقع گیری ها معلوم است که اینها از روشنفکری و از زیایی فرسخ ها دور هستند. اما قشر اساسی روشنفکران اینا دیگر مشخص شد. حتی بعضی گروه ها و شخصیت هایی که خیلی احتیاطکار بودند در داخل کشورن یا حتی در خارجن تلاش میکنن که با حکومت حالا پرخاش نکنن، موقع خود را آشکار نگن. وقتی که کار با استخوان رسید، وقتی که دیگر طاقت طاق شد، اخیراً ما دیدیم که حتی برخی افراد احتیاطکار هم دیگر کفیدن و آشکار موقع گیری کرده ایستادن که با این حکومت در چنین شرایط در آینده همزیستی کردن و همکاری کردن امکان ندارد. یا باید تلاش کرد که حاکمیت تغییر یابد یا باید از این وطن بیرون رفت. حالا چقدر وطن رو دوست می‌داری، دلت می‌تپد، ولی آینده فرزندان، آینده زندگی و همچون انسان زندگی کردن برای همه مهم است. بنابر همین این قشر هم احساس می‌شود که اکثریت تغییر خواهان تغییر حاکمیت هستند. و یک قشر خیلی مهم در هر جامعه این صاحبکاران هستند. همدیران گرامی، صاحبکاران تاجیکستان من فکر میکنم که آماده ترین شاید بعد از مهاجرین قشر باشند که برای تغییرات آماده هستند و این را میخواهند. چرا میگن صاحبکاران؟ شما تصور کنید تاجیکستان ما در جهان دومین کشور هست از روی بلند بودن سطح انداز و همه گونه پرداخت هایی که یک صاحبکار، یک صاحب شرکت، یک تاجر باید به حکومت پرداخت کند. تصور کنید که ما دوم در جهان هستیم، بعد از ارژانتین بود کدام از کشورهای امریکای لاتینی. آیا صاحبکار همین گونه حکومت را تحمل خواهد کرد که اون تمام شب و روز زحمت بکشد، تولید کند، بازار را با مال تأمین کند و 70% بیشتری از درآمدش پولش رو به حکومت بسپارد؟ این به طریق رسمی باز به کارمند انداز رشوه بدهد، باز به همه گونه این ساختارهایی که برای سنجش میان از سانیتر و اپیدمستانسیا سر کرده تا ضد سوختار و تمام این ساختارها میان برای سنجش و از این صاحبکار، از این تاجر، از این صاحب کارخانه یک چیز همچون رشوه، همچون پاره طلب میکنند و میگیرند. پس صاحبکاران تاجیک بخصوص شما میبینید که در این شب و روز حکومت با آنها هیچ امتیازی نداد. در ازبکستان دادن به صاحبکاران امتیاز، در اروپا دادن، در روسیه، در همه جهان در شب و روزی که کرونا ویروس بود و
همه دیدن که بازارها فلج شد، کرانتین باعث آن شد که دیگر نتوانستند مال بیارن، مال بفروشن. حکومت ها به صاحبکاران امتیاز دادند، اما در تاجیکستان نه تنها امتیاز ندادند، بلکه باز حکومت از صاحبکاران طلب کرده است که شما هم کرانتین را رعایت کنید و هم انداز خود را بسپارید. من فکر میکنم که از همه قشر آماده برای تغییرات حاکمیت باز هم این صاحبکاران خواهند بود و صاحبکاران باید بدانند که در صورت تغییر حاکمیت اولین برد را آنها خواهند کرد. به کدام صاحبکار نمیفارد که او تجارتش رو طرز راه اندازی کند که فقط انداز بسپارد، انداز خیلی هم معتدل یا پستی که حکومت معین میکند، مثل دیگر کشورهای پیشرفته. دیگر نه به کارمند انداز پاره بدهد، نه به پژرنی، نه به سانپیدستانسیا، به هیچ کس، نه به گمرک. او میخواهد تجارت کند، حق دولت رو بدهد و مثل تمام دنیا زندگی کند. پس صاحبکاران تاجیک فکر میکنم، باور دارم که اگر واقعا صاحبکارند و خسته شدند از این نظام فسادزده اقتصادی و مالیوی در تاجیکستان، حتما از اون قشر خواهند بود که خواهان تغییرات و دیگر کردن حاکمیت در تاجیکستان خواهند بود و حتما چنین هست. ما اصلا در این شک نداریم، مگر اینکه یک عده افرادی که از این نظام فسادزده اقتصادی و تجارتی درآمد میگیرند با راه پاره دادن، جورابازی، خیش و تباری. شما البته میدونید سخن درباره کیها میرود. اینها تمام بودجه دولت رو در اختیار دارند، مونوپولیا کردن اقتصادیات رو و اینا به نام خودشون رو صاحب کار میگن. مثلا میبینید اعضای خانواده پرزیدنت هم یا صاحب کار شدن دیگر. اینها طبیعی است که طرفدار تغییر حاکمیت نیستند و تا آخر نخواهند بود. اما اون صاحب کاری که حلال کار میکند، در سوق، در بدخشان، در حصار، در کولاب، در دوشنبه بازارنشین هست، دهقان هست، یک تجارت دارد، او خسته شده است از این وضعیت. او میخواهد که مثل تمام صاحبکاران دنیا فعالیت داشته باشد. و البته من کشاورزان رو هم جز این صاحبکاران میدونم. میتوانیم ما قشر کشاورز جامعه رو علاهیده بحث کنیم، اما کشاورزها هم طبق قانونگذاری تاجیکستان این دیگر استحصال کننده است و صاحبکار است، مستقل است. اما شما ببینید که کشاورزان تاجیک رو به چه ها رساندند. از یک طرف به او زمین را دادند، برای زمین انداز میگیرند، همه گونه نمودهای انداز را، ولی کشاورز آزاد نیست که اون محصولات را پرورش کند، بکارد که و به بازار برد که خودش میخواهد و خودش ضرور میداند. طلبات بازار همین است. ما اخیرا نوارها را دیدیم که کشاورزان ناحیه نورآباد و چندین ناحیه دیگر را در اون مرحله که الکی کشت پخته رسیده است، قریب پیاز کاریده است، لوبیا کاریده است یا محصولات دیگر، فقط برای آنکه پرزیدنت گفت که کشت کارتوشکا را زیاد کنید، رئیس ناحیه سفارش میدهد که این کشت را خراب کن. اون پولی که خرج کرده بود برای سوزشواری تراکتور، مهنت خرج کرد. اون زنی بیچاره که شوهرش در روسیه است، در زیر آفتاب سوزان، این کشت رو خراب میکنن و به جایش میآیند کارتوشکا میکارن. که این کارتوشکا پرورش مییابد، حاصلش چی میشود هنوز معلوم نیست. پس حتی کشاورزی تاجیک که در کوهستان زندگی میکند، این هم از دست این از سیاست‌های غلط این حکومت خسته شده است، امین نیست و 100% اونها هم طرفدار تغییر حاکمیت خواهند بود، البته با شرطی که با آنها فهمانده شود که در چه ظلمی قرار دارند. صاحب کارانی که در پایتخت هستند، با اینترنت سر و کار دارند، دسترسی به رسانه‌ها و اطلاعات دارند، اینها برایشان آسان‌تر است که این صحبت‌ها رو میشنوند و به یک خلاصه میان. اما اون خانم بیچاره که در دهات است، در کوهستان است و اون چشمش رو باز میکنه از صبح تا شام فقط همون بریگادیر رو میبیند، رئیس ناحیه، و در تلویزیون پیشوای ملتشان رو میبیند، فکر میکنه دنیا همین است. اما وقتی که با او فهمانده میشود که در این دنیا حالتهای بهتر هم هست، شما میتوانید در همین زمین نزد حالگیتان هر چیزی که دلتان میخواهد اون رو بکارید، پرورش کنید، بفروشید یا خودتان استعمال کنید. این آزادی دهقان، آزادی کشاورز در تمام دنیا است. پس حالا اگر وضع کشاورزها رو هم بگیم، یکی از آسیب پذیرترین قشر این کشاورزها است و حتما که با آنها درست فهمانده شود، اونها هم جزء کسانی خواهند بود که تغییرات حاکمیت را میخواهند. البته یک قشری خیلی حساس هست که از طرف حکومت همیشه مورد سوء استفاده قرار گرفته است و
خیلی دشوار بود تا این وقت معین کردن که آیا همین گروه واقعا طرفدار همین حکومت حالی هست، فعلی هست، یا میخواهد که تغییر کند. این معلمان و دکتران هستند. معلمان همیشه از طرف حکومت بخصوص در انتخابات ها مورد سوء استفاده قرار میگیرند و متاسفانه بیشترین تقلب‌ها در انتخابات و دزدیدن رأی ملت مردم به دست همین معلمان بیچاره و مظلوم انجام می شود. من چرا اینها را مظلوم میگم؟ به جای اینکه اینها بیایند به تعلیم و تربیت مشغول شوند، آماده شوند، با معاش خوب داشته باشند، با یک فکری آرام بیاید برای درس فردا آماده شود، اینها را مجبور میکنه با معاش کم که بیاید باید کاری در خواجگی قشلاق داشته باشد، به مال پروری مشغول باشد، زراعت پرورش کند، چون بالاخره با این معاشی که حکومت میتید نمیتواند این معلم زندگی زن و بچهش رو تامین کند و او طبیعی است که نمیتواند برای درس فردا آماده شود که به شاگردانش درس خوب بدهد. همین است که سطح دانش در تاجیکستان به پایانترین درجه خود رسید. اما علاوه به این ظلمی که بالای معلم کرده می شود، باز میان او را در انتخابات ها همچون یک وسیله تقلب استفاده میبرند و گویا یک معلم بیچاره وظیفه‌اش این است که نتیجه انتخابات را تقلب کند، پروتکل ها را عوض کند و این را بعضی معلم ها انجام مسئولیت و وظیفه خودشون در نزد حکومت و دولت میدونند، به خبر از آن که دست به یک جنایت زده ایستادند و این معلمان واقعا مظلومند که حکومت رهبریت تاجیکستان آنها را به چنین جنایت و ظلم وادار میکند. قشر دیگر دکتران هستند. البته دکتران یک کمی وضعیتشون فرق میکند. در حالت کرونا ویروس و همین 2 ماه آخر مظلوم ترین قشر جامعه تاجیکستان این دکترها بود و من فکر میکنم هر طبیب، هر دکتری که یک کمتر خودش را احترام میکند باید در فکر تغییر حاکمیت باشد. چرا؟ برای آنکه حکومت تاجیکستان به خصوص رهبریتش دکتران ما را در این جنگ نابرابر با کرونا ویروس با دست خالی فرستاد، بدون ماسک، بدون لباس مخصوص، بدون دستگاه‌های لازمه، بدون داروواری و آنها را مجبور کرد که در مقابل این ویروس بدون آمادگی بیستند و از همه قشری که بیشتر مبتلا این ویروس شد دکتران و طبیبان و کارمندان ساحه طبی ما بودند. ببینید که الکی نزدیک 100 نفر از آنها را ما تلف دادیم. برای تیار کردن یک دکتر کسبی کمش از بودجه ملت $150,000 خرج می شود در تمام این مرحله ها. اما با این اشتباه ها و سیاست های غلط رحمانوف ما قریب 100 دکتر حاذق و تجربه دار تاجیک را از دست دادیم. پس مظلوم ترین قشر در این 2 ماه آخر طبیبان ما بودند. علاوه بر این همه ظلم باز آنها را فشار آوردند که این ویروس را پنهان کنند از مردم و این دوم ظلم بود. و اخیراً کاری که هست و نسبتی آنها باز آنها را مجبور کرده ایستادند، فشار میارند تا اینکه آمار دروغ را به مردم بدهند. ما دیدیم که در تاجیکستان هنوز اوج یا پیک کرونا ویروس تمام نشده است. ما هنوز آن را عبور نکردیم. سازمان جهانی بهداشت این را بیان کرد، اما رسانه‌های حکومتی از زبان بعضی دکترانی که مسئولیت دولتی یا منصب دارند مثل وزیر تندرستی جدید، اینها میاد میگن که نه، تاجیکستان الکی این پیک را گذشت و ما به مرحله آرامش رفتیم. ببینید دوستان عزیز، خود همین حرف که حرف البته دروغ هست مردم را کمتر باز آرام میکند، مردم را از گرفتن چاره‌های احتیاطی دور میکند و مردم مثل پیشینه باز میروند معرکه و مراسم و بازار و احتیاط را از دست میدهند که حتما ضرری بیشتر به ملت خواهد داشت. من خواهش میکنم از این قشر خیلی مهم جامعه طبیبان که مسئولیت و رسالت خود را انجام بدهند. حالا که مظلوم قرار گرفتند، مورد سوء استفاده حکومت قرار گرفتند، اما در آخر بیان مسئولیت خود را انجام بدهند و جان خود را، نزدیکان خود را و ملت را رها کنند، اجازت ندهند که هم خودشان و هم ملت مورد سوء استفاده قرار بگیرند. پس من فکر میکنم که اگر دکتران و معلمان عزیز و محترم ما به این نتیجه برسند که طی این همه سالها از طرف حکومت جناب رحمانوف مورد سوء استفاده قرار گرفته بودند، باید اینها هم در فکر یک تغییرات حاکمیت باشند و نترسند که اگر حاکمیتی نیامد اینها را از
منصب دور میکند، از کار میگیرد. نه، هر حکومتی که میآید نیاز به شما دارد. شما کادرهای ملی هستید. شما را رحمانوف پول خرج نکرده است که تیار کند. شما را ملت از بودجه دولت، از بودجه خودش تربیت کرده است. شما سرمایه ملت هستید. فرق نمیکند شما دکترید، معلمید، شما در اداره‌های دولتی کاری سیاسی میکنید، رسانه‌ای میکنید، شما میلیسیونر هستید، شما کارمند امنیت و ارتش هستید، کارمند انداز و گمرک هستید، فرق نمیکند. شما سرمایه ملت هستید. نترسید که اگر حاکمیت تغییر کرد، حکومت جدید همه شما را از کار بیرون خواهد کرد. اگر همه شما را از کار بیرون کند، این نظام دولتداری را با کی مدیریت میکند؟ اصلا امکان ندارد. 90% همه این کارمندان امروزه دولتی در تمام ساختارها در جای کاری خود باقی خواهند ماند، مگر این یک ایده از کسانی که به طور مخصوص، به طور عمدن آگاهانه امروز ملت را به بی‌ثباتی کشانده ایستادند. این نظام فساد زده خانوادگی را پشتیبانی میکنن، آشکار از آن حمایت میکنن، زیرا اینها منفیت دارند. اینها آماده هستند که 100 سال دیگر باز همین حکومت خانوادگی را هم حمایت کنند. اما برای ما و شما هموطنان عزیز دیگر این معیار نیست. برای ما مهم آن است که ملت در مجموع ما و شما چی میخواهیم. پس اگر ما بگیم که این قشرهای اساسی ملت هستند که خواستار تغییرات حاکمیت هستند، پس الان بیاد چند جمله بگیم درباره کسانی که نمیخواهند که حاکمیت تغییر کنند. اونها هم جز این ملت هستند. هیچ کس حق ندارد بگوید که فقط کسانی که خواهان تغییرات حاکمیت هستند آنها از این ملت هستند یا نماینده ملت هستند. نه، همه ملت ها دارند کسانی که میخواهند حاکمیت باقی بماند، کسانی هستند که میخواهند حاکمیت برود. اما اگر باز هم برویم تحلیل کنیم اون نوشته ها، داده ها و اون مقاله ها، تحلیل هایی که در شبکه ها هست، در سرچشمه های باز اطلاعاتی هست، میبینیم که چند گروه هستند که به هر دلیل تلاش میکنن که این حکومت خانوادگی باقی بماند. بعضی هاش میارن باز دلیل های کهنه رو، مثل که اگر این رحمانوف با خانوادهش از قدرت برود جنگ بشود، انقلاب میشود، یا اینکه باز یک گروه دیگر میآید باز همین قدر میدزدد. اینا نمیتونن بگن که رحمانوف ندزدیده است، چون دزدی رحمانوف و فرزندانش اونقدر آشکار است که حتی طرفدارانش اعتراف میکنن، قبول دارن که اینها هم دزدیدند. اما دلیلش هم دلیل خیلی هم ساده و احمقانه است. برای عوام میگن که خب اینا که دزدیدن، حالا یک گروه دیگر بیاید، مثلا پیمان ملی بیاید یا یک گروه دیگر سر قدرت بیاد، اینا هم باز 28 سال دیگر میدزدند، پس ملت ضرر میکنند. اینا اصلا نمیخواهند اعتراف کنند که حکومتی که بعداً میاد اصلا نه تنها نمیدزدد، ملت اجازه نمیدهد که بدزدد. ما برای چی مبارزه میکنیم که باز یک گروه دیگر بیاد مثل رحمانوف 28 سال دیگر بدزدد و در اطرافش چند گروه چاپلوس تبلیغاتی را جمع کند، اینها باز شروع کنند با سفید کردن اون خانواده جدید حاکم. نه، این تلاش و مبارزه ما هم برای همین است که این تکرار نشود دیگر. اما بیا تحلیل کنیم کیا هستند. این طبیعی است که یک گروه از منصبدارانی که من گفتم شاید در رده اول حاکمیت هستند، مثلا وزیر هستند، بخصوص وزارت‌های قدرتی که جنایت‌های خیلی زیاد صادر کردند و میترسند که اگر یک حاکمیت جدید بیاد تمام این کشتارها و جنایت‌ها و نامردی‌های آنها آشکار خواهد شد. اینا طبیعی است که تا لحظه آخر تلاش میکنن که این حکومت خانوادگی باقی ماند، بعد از رحمانوف پسرش یا نبیرش هر کی باشد و اینا همین دزدی و چپاول و غارت و کشتار خود را ادامه بدهند و این جنایت‌هاشون پوشیده بماند. این طبیعی هست دیگر. پس این گروه رو ما داریم که یک گروه خرد از منصبداران. یک گروه دیگر هم شاید که از منصبداران هستند که مجبور هستند، آنها اصلا بعدشون نمیآید که حکومت عوض شوند، چندان خانواده رحمانوف رو دوست هم ندارند، اما یا میترسند یا یک منفیت خرد اقتصادی دارند، یک تجارت خرد دارند یا معاش میگیرند، در این دزدی از بودجه دولت یک کمی شریک هستند. اینها هم شاید که به این آن شکل طرفدار این حاکمیت امروزه هستند. و یک گروه دیگر هست که خیلی قوی و خیلی بیروح هم هستند. حالا این تنها ربط به حکومت امروزه ندارد، در همه دور و زمان در همه مرحله ها این گروه بودند و فعال خواهند ماند. این محلگرایان هستند. اگر در زمان گذشته به اصطلاح کلن شمالی در سر قدرت بود،
کم نبودند کسانی که فقط به خاطر آن که نماینده محلش در سر قدرت است طرفدار آن بود که این گروه در سر قدرت بماند. الان مثلا اگر نماینده دهه‌اش، نماینده ناحیه‌اش یا منطقه اون نفر در سر قدرت است، بگذار دوست باشد، بگذار غارتگر باشد، پسترین انسان باشد، اما برای این مهم است که نماینده محلش، نماینده اون طایفه‌ای که هست در سر قدرت است. این گروه همیشه بودند و باقی خواهند ماند متاسفانه. اما اینها معیار نباید باشند. ما ببینید حتی حالا اگر یک کمی آشکارتر بگیم، حکومت امروزه میدونه که نماینده کدام طایفه و گروه است، اما در بین حتی نمایندگان دنغره هم کم نیستند کسانی که برخلاف همین گروه هستند، مبارزه بردند و امروز در صف مبارزین هستند، در زندان‌ها هستند، شهید دادند. یعنی نباید این قبول شود که تمام مردم دنغره، حالا چه رسد به منطقه کلاب، تمام مردم دنغره طرفدار همین حاکمیت خانوادگی باشد. کم نیستند کسانی که حتی از همسایگان همین گروه از دست اینها ضرر دیدند، در زندان هستند. من همون استاد امام علی رحمانوف که اعضای حزب ما بود، یک پیرمرد 80 ساله، از دست همین خود رحمانوف ضرر دید، از همه جا از کارها رانده شد. حتی یک روز به من شکایت کرد که تاکسیست‌های دهه‌شون وقتی میخواد مرکز ناحیه دنغره برود میترسن که از دهه این پیرمرد 80 ساله رو در ماشین سوار کنن، میگن که بابا من پول تاکسی رو میدیم، خودت یک ماشین دیگر برو، چون اگر ما تو رو با تاکسیمون تا مرکز ناحیه دنغره بریم، اینها گزارش بنویسن که این با تاکسیست با فلان نفر همنشین هست و به ما ضرر میرسد. وقتی که با استاد خودش، به همدیهای خودش چنین ظلم میکند که اونم دنغرگی هست، از همون منطقه است، پس معنی آن را دارد که برای این خانواده معیار دنغرگی و کلابی و حصاری و بدخشانی و سغدی نیست، معیار چاپلوس و خدمتگزار این خانواده بودن است. اصلا ببینید در اطراف چاپلوسان و لگنبرداران همین حکومت خانوادگی کم نیستند نمایندگان دیگر محل ها هم، از سوغد و بدخشان و زرافشان و فیض آباد و کلاب، از همه منطقه هستند. اصلا چاپلوسی و لگنبرداری مرز رو نمیشناسد، دین و مذهب و قوم رو نمیشناسد. اما بعضی افراد که در وجودشون، در خونشون محلگرایی جا گرفته است، اینها دیگر چشم میپوشند و با هر دلیل میان بهانه میتراشند، دلیل میتراشند که باید چرا این حاکمیت باشد. پس این رو هم داشته باشیم که یک ایده از گروه های افراد اینا خاص برای محلگرایی میتوانند طرفدار باقی ماندن این حاکمیت خانوادگی باشند. و خب دیگر طبیعی است که من پیشتر هم گفتم که یک گروه دیگر که طبیعتاً چاپلوس هستند، اینها را اگر مثلا شاعر هست میگن شاعری درباری، اگر ملا هست میگن ملای درباری، اگر حالا نمیدونم سراینده هست میگن سراینده درباری. وظیفه این خدمت کردن به حاکم هست. حالا این حاکم چی محمود غزنوی است، چی گیتلر است، چنگیز خان است، رحمانوف است، حالا حتی یک آدمی درست هم باشد، این وظیفه خود میداند که بیاد برای این چاپلوسی کند، خدمت کند و این گروه را میگن آدمان درباری. طبیعتا این آدمان هستند در همه قشرها، اما این معنی ندارد که همه شاعران درباریان، همه سرایندگان درباریان، همه ملاها درباریان. نه، ژورنالیستی درباری هم هست. برای او از روی این کسب ژورنالیستی درآمد گرفتن، زندگی کردن. اون میگه حالا چرا من بیام حقیقت رو بگم وقتی این حقیقت درد سری من میشود، از نان دهان فرزندم مرا محروم میکند. پس بهترش این که همین هنر نوشتنم را، قلمم را در خدمت مثلا دریافت کردن چند پول و مقام و منصب بگذارم و درآمد بگیرم. این گروه چاپلوسان در همه دور و زمان بودند و اینها طبیعی است که نمیخواهند حاکمیت عوض شد. اگر حاکمیت عوض شد بداند که باز همین گروه در خدمت باز حکومت نو خواهد بود. فقط باید این حکومت خودش اگر اخلاق محور هست تلاش کند که چاپلوسان و لگندبرداران را از بدن حاکمیت دور کند، کسانی را بیارد که چه شاعر است، چه نویسنده است، چه ژورنالیست است، چه ملا هست، نگاه انتقادی دارد، نگاه ملی دارد و گاه گاه تنقیدم کرد، اما در عموم در خدمت منفعت‌های دولت و ملت باشد.
و البته یک گروه بسیار خرد دیگر است که من این را بیشتر کسانی میدانم که مغزشویی میشوند. اینها آدمان ذاتاً باطناً آدمان بد نیستند، اما این بنده خداها بخصوص جوانان وقتی که مغزشویی میشوند اینها دیگر علاج ندارند. اونها فکر میکنند که حقیقت همین است. من اصلا قبول دارم، شک ندارم در این که یک گروه از جوانان تاجیک بخصوص اونهایی که در فابریکه جواب کار میکنن واقعا اعتقاد دارن که محی الدین کبیری آدمی بد هست یا تیمور ورقی آدمی بد هست یا رادیو آزادی و کارمندان اون همه آدمانی بد هستند و اینها خواجه خارجی دارند. حتی احتمال دارد این باور را هم داشته باشند که الان که من با آنها صحبت میکنم برای همین صحبتم از کدام خواجه خارجی پول گرفتم. وقتی که با آنها درس میگذارند، یک جوانی 20 ساله، 18 ساله، 22 ساله که تازه وارد دانشگاه شده است و بیسواد هم نیست، یک استاد دانشگاه میآید، یک به نام کارشناس میآید، خیلی با صمیمیت، با حتی بعضا با ما گفتن، قصه کردن بعضی از همین کسانی که درس های مخصوصی تیار کردن فابریکه جواب رو گذاشتند و بعد به اروپا هجرت کردن یا از همون داخل به ما مینویسند، میگن این استادان را طرز انتخاب میکنن که گاه در درس گریه میکند، گاه میگه که من کبیر رو از نزدیک میشناسم، من فلانی رو از نزدیک دیدم میشناسم، اینها فلانن، اینها خواجگان خارجی دارن، میخوان ملت ما رو نابود کنن، دولت ملی ما رو از بین ببرن، اینها خیلی تهمت میکنن. بعضی حقیقت ها رو با دروغ ها طرز میبافن، یک جای میکنن که این جوانی واقعا هم ملت دوست، وطن دوست، با سواد و خیر ملت و دولتش رو میخواهد، به اینها باور میکند و وقتی می قلم میگیرد فکر نکنید که به همه اونها معاش میدن. وقتی قلم میگیرد مینویسد این را از روی وجدان، از روی ایمان و احساس وطن دوستی انجام میدهد. این گروه هست در تمام دور و زمان ها بودن. شما اصلا یادتون نرود که در اطراف گیتلر که همه میدونیم گیتلر کی بود، یک گروه جوانان بودن که برای گیتلر جان میدادن، یا در اطراف استالین، در اطراف چنگیزخان، در اطراف تمام دیکتاتورها توسط مغزشویی یک گروه‌های را از جوانان شکل میدهند، با وجود میارن که آنها همچون فناتیک با آنها باور میکنن و فکر میکنن که دارن کاری درستی را برای ملت و وطن انجام میدهند. این گروه هم وجود دارد که اینها به هیچ وجه طرفدار تغییر حاکمیت نیستند و فکر میکنن که اگر حاکمیت تغییر کرد ملت از بین میرود، کشور از بین میرود و ما نباید همه اینها را نادیده بگیریم. وظیفه ما و شما هم همدیاران عزیز این است که با همه این گروه ها باید کار کرد، بخصوص با این جوانان، بخصوص با این کسانی که میترسند که اگر حاکمیت عوض شد همه چی از دست میرود، اونها به جای کار میمونن، ملت از دست میرود. نه، وقتی که ما با آنها هر روز صحبت کنیم، صمیمانه صحبت کنیم، واقعیت ها را بگیم، من باور دارم که اکثر این کسانی که امروز خواسته یا نخواسته در جبهه قرار گرفتن که نمیخواهند حاکمیت عوض شود، دیر یا زود به جبهه واقعی ملی خواهند پیوست و صف طرفداران تغییر حاکمیت بیشتر خواهد شد. پس همدیران گرامی، با این تحلیلی که الان من کردم یک نگاهی سریع به گروهایی که طرفدار تغییر حاکمیت هستند و گروهایی که مخالف تغییر حاکمیت هستند، اگر اینها را که تحلیل کردیم، پس برای ما یک تصویر تخمینی به دست می آید که کدام قشر ملت طرفدار تغییر حاکمیت است. اگر نتیجه گیری کنیم این صحبت را، می توانم گفت که قشرهای از همه مهم، قشرهای از همه سرشمار، قشرهای از همه آگاه و خالص ملت که عبارت است از مهاجرین، از صاحبکاران، از روشنفکران، از دکتران و معلمان آگاه و بیدار، از روزنامه‌نگاران، از اهل ایجاد، اینها طرفدار تغییر حاکمیت هستند. اصلا امکان ندارد که یک انسان آگاه یک حکومت خانوادگی را تحمل کند و قبول داشته باشد. این را برای خودش تحقیر می‌داند. این آدمی آگاه، چی تاجیک باشد، چی ازبک، چی روس، چی افریقایی و چی امریکایی. اما اگر یک نفر خودش را انسانی آگاه و بیدار میگیرد، میاد از یک حکومت خانوادگی دفاع میکند، پس بدانید که این آدم، بگذار حتی انسانی آگاه و روشنفکر هم باشد، یک منفیت دارد، یک منفیت مادی، یک منفیت پولی، یا اینکه بیمار محلگرایی هست، یک انسانی طبیعتا چاپلوس است.
پس این مشکلی در خودش است، نه در اون قشری که او منسوب به اون قشر هست. پس میتوان خلاصه کرد که اکثریت ملت طرفدار تغییر حاکمیت است، ضرورت تغییرات حاکمیت هست، ملت اکثریت این را میخواهد. نباید انتظار باشیم که 100% همه ملت این را بخواهد بعد ما بگیم که الان وقتش رسید. در هیچ کشور، در هیچ لحظه تاریخی، در هیچ ملت 100% این را نمیخواهد. کافی است که اکثریت کم هم باشد، 51%، 52% این را بخواهد، باید که این حاکمیت تغییر کند. پس با این نتیجه گیری میتوان گفت که امروز ملت این آمادگی را دارد، وقتش رسیده است، اما چگونگی این تغییر حاکمیت دیگر باید که مورد بحث و بررسی قرار بگیرد. وقتی که صحبت‌های قبلی من بود، بعضی از دوستان یک باره آمدن گفتن خب مسئله استعفای رحمان رو در میان گذاشتن، مسئله قیام مردمی، انقلاب. برادران عزیز، هم دیاران، باید در این مسئله خیلی شفاف و آشکار بود. در اینجا برداشت‌هایی که گوناگون را کنار گذاشت. نیت ما، فکر و اندیشه ما در پیمان ملی تاجیکستان این است که یکم، حاکمیت امروزه خانوادگی باید تغییر کند. دوم، ملت این حق را دارد، ملت به این پخته رسیده است. سوم، دیگر این مسئولیت نخبگان ملی هست که بیایند دوری هم جمع شوند، چگونگی این تغییرات را با هم مشورت کنند که آیا این با راه استعفای رحمانوف، فشار آوردن بر رحمانوف که استعفا دهد، با این انجام می شود، با راه آنکه یک ایده از داخل خود حاکمیت بیان رحمانوف را فشار بیارن که دیگر کار به حد رسیده است که اگر خودت با خانوادت باقی ماندی همه از بین می رود، اینها می تواند فشار بیارن، یک راه حل باشد. اگر اینا نشد دیگر میماند اون که مردم، ملت خودش مجبور است که دست به کار شود، چه با راه‌های گوناگون قیام این مسئله را حل کند. اما این نیست که الان کسی مشخصا بیاد بگه که حتما با راه قیام مردمی، انقلاب یا راه استعفا. نه، تمام این گزینه‌ها در بالای میز هست. ملت خودش باید تصمیم بگیرد و اون نخبگان ملی باید دوری هم جمع شوند و راه و روش را معین کنند. و از همه مهمش، تکرار میکنم، اون خریطه راهی بعد از رحمانوف را ما باید با هم بشینیم مشورت کنیم که تاجیکستان ما چگونه باشد. دوستان گرامی، من در اینجا میخواستم یک نکته را در آخر این جعبست این موضوع با شما مطرح کنم که همه چی آشکار و واضح باشد. بعد بگذاریم به سوالها که در اینجا خیلی سوالها هم وارد شده لکن. وقتی ما میگیم که نخبگان ملی باید دوری هم جمع شوند، باید موقع خود روشن باشد. بله، یک عده از هموطنان ما که خیلی آگاهند، خیلی روشن فکر هستند، نظر دارند، اونها یک موقع خیلی عجیب گرفتند. من کسی را انتقاد کردنی نیستم و اصلا هم حق داره که یک موقع داشته باشد. وقتی ما در پیمان ملی تاجیکستان میگیم، در دیگر گروه‌های اپوزیسیونی یک قشر از جامعه میگوید که حکومت تاجیکستان از عهده کار دیگر نمیبرد، باید عوض شود، باید یک حکومت جدید بیاد. حالا چی پیمان ملی میاد، چی گروه دیگر، باید حکومت عوض شود. یک گروه از هموطنان ما میاد موقع خیلی عجیب گرفتن، میگن که بله حکومت بد است، اما اپوزیسیون هم بد است و از ملت انتخاب را میگیرن. خب میگن هم حکومت بد است، این لیاقت را ندارد، هم اپوزیسیون امروزه بد است، این لیاقت را ندارند و مردم را از اون انتخابی بین بد و بدتر محروم میکنن. هیچ کس نگفته است که اپوزیسیون تاجیکستان اپوزیسیون ایدئالی است، یا ما بهترین قشر جامعه هستیم، یا سزاوارترین گروه برای حاکمیت آینده هستیم. ما میگیم که حکومت امروزه قدرت و لیاقت را ندارد، دیگر خود را پیشنهاد میکنیم. پیمان ملی تاجیکستان با دیگر گروه ها پیشنهاد کردیم که یک شورای ملی شود، در اون شورای ملی تمام قشرها باشد، از طرفداران پیمان ملی، دیگر گروه های اپوزیسیونی، کسانی که در حکومت هستند، نماینده مهاجرین، نماینده حزب نهضت، حزب کمونیست، حزب خلق دموکراتی، مسلمان ها، زردشتی ها، اتئیست ها، تمام قشر باشد. ما آینده تاجیکستان را با هم مشورت کنیم و یک حکومت ملی را بیاریم که بعد این حکومت ملی انتخابات های بعدی را آماده کند و هر کی را که ملت انتخاب کرد اون بیاد برای 4 سال 5 سال مسئولیت ملت را بگیرد. این به اختصار خیلی مختصر، واضح، روشن موقع ما. اگر هموطنانی که میگن که حکومت بد است
اپوزیسیا هم بدتر است یا اپوزیسیا بد است و حکومت بدتر است، من خواهش میکنم بیان برای ملت الटरनेटिव دیگر رو معرفی کنن. این اصلا خوب نیست که شما میگید که هم حکومت بد است و هم اپوزیسیا بد است و ملت رو در یک دوراهه قرار میدید که اصلا نمیدوند کجا برود. اگر مادامی که حکومت بد است و اپوزیسیا هم بد هست، پس بهترش مردم میگن که همین حکومت خانوادگی رو تحمل کنیم، چون معلوم نیست که اون بدی دیگرش که اومد چیکار میکنه. من خواهش میکنم وقتی که شما میگید که هر دو بد هستند، پس راه سوم رو معرفی کنید. اون راه سوم میتواند خود شما باشه اگر این آمادگی رو دارید و غیرت و جسارت رو دارید، یا اگر این غیرت و جسارت نیست، الان آماده نیستید، به این ملت بگید که ببینید ملت عزیز، اپوزیسیا هم بد است، حکومت هم بد است، اما اپوزیسیا از حکومت بدتر است. شما همین حکومت خانوادگی رو طرفداری کنید و این موقع خیلی جوانمردانه و شفاف میشه. یا بگید که نه، حکومت بد است، اپوزیسیا هم بد است، اما این حکومت خانوادگی بدتر از اپوزیسیا است. بیاید این اپوزیسیا رو بیاریم سر قدرت، به این اجازه ندیم که این اشتباههای حکومت را کند. اینا موقع شفاف و جوانمردانه میشه. اما اگر بیایم بگیم که حکومت بد است، اپوزیسیا بد است، راه سوم را نشان ندهیم، این در دوراهه قرار دادن ملت است، در سردرگمی قرار دادن ملت است. این همون حالتی است که ما تقریبا یک 15 سال شد رفته ایستادیم. برخی از هموطنان گرامی ما یک انتقاد به حکومت، یک انتقاد به اپوزیسیا، همه سیاه، اما به ملت راه را نشان نمیدن. والا میگن که راه رو ما وقت نشان میدیم که خودمون آماده شدیم به قدرت. دوستی عزیز، برادر گرامی، تا اون وقتی خودت برای قدرت رو گرفتن آماده میشه که دیگر هیچ چیز نمیموند. از این ملت و از این کشور و از این همه خراب میشود. اگر 5 سال دیگر همین حاکمیت دوام کند، 100% مطمئن باشید که ما کره شمالی خواهیم شد. از کره شمالی هم میگذریم. اگر حالا نگذشته باشه، من چرا میگم رهبریت کره شمالی که یک میدونید یک دیوانه اوضاع هست، اما وقتی که او این دیوانگی رو میکند، حداقل یک دستاورد دارد. همون صورت سلفیش رو در برابر دوربین در پیش یک راکت بالستیکی مش پلنت نمیگیرد. امریکا و کشورهای دیگر رو تهدید کرده ایستاده است. خب این دیوانه با کار خود هوشیار است، یک دستاورد دارد. اما این کیم چین اری ما در نزد یک راکت و یک ماشین اختراع کردهش نه، در گندمزار سلفی میگیرد، در نزد 2 بوته گل و با مخصوص برای او گندم رو میدارند، یک قالین سبز و سرخ میاندازند و او با یک دسته گندم برای ما و شما سلفی میگیرد. این را نشانه یک سیری و پوری و خوشبختی و خرسندی ملت میدونند. شما مگر همین رو میخواهید؟ ما الکی از کره شمالی گذشتیم. کاش اقلا مثل همون دیکتاتوری کره شمالی یک راکت استفاده میکرد، یک تانک میساخت، یک سلاح میساخت، یک کاری میکرد، اما هیچ کار نمیکند. رفتارش از اون بدتر، دستاورد نول. پس منتظر چی هستیم ما و شما؟ منتظر آن که حالا اپوزیسیا بعد، حکومت بعد، حالا پسری من کلان شود، خودم به یک درجه که رسیدم، بعد میگم که بیاد این حکومت رو تغییر دیم، اپوزیسیا رو هم کنار بگذاریم و خودمون سر قدرت بیایم. اگر این جسارت و قدرت داره، الان بیا بگو وقتش رسیده است. مردم عزیز، ملت تاجیک، رحمانوف بد است، از قفای او نرید. کبیری و گروهش بد است، از قفای او نرید. بیاد از قفای من بروید. من با شما یک نمونه بهتری حکومتداری را ارائه میکنم. اما اگر این را گفتنی نیستید، پس میماند یک راه. ملت باید در بین بد و بدتر یکی را انتخاب کند. اگر رحمانوف بد است و ما بدتر، بگید رحمانوف را طرفداری کن. اگر رحمانوف ما بد هستیم و رحمانوف بدتر، پس بگید خب در این مرحله باید که علاج نداریم، از این گروه ها باید که پشتیبانی کرد. حداقل شرط نیست که حتما این موقع را داشته باشید، اما من فکر میکنم که حداقل این یک کمی در همین شب و روز شفافتر و جوانمردانه شد. چون خیلی افسوس میخورم که بعضی ها تلقین میکنن ملت را همیشه که خب اینش بد است، اونش بد است، پس ملت چیکار کند؟ در همین هجرت و در همین پراکندگی و در همین نابسامانی چند سال دیگر باید واقع بماند. یک راه رو بین خودمون باید به نظرم بشینیم در یک مکالمه ملی، در یک گفتگو. ولی اگر این پیشنهادی که پیمان ملی کرده ایستاده است که یک شورای ملی شود، اگر اشکال دارد مرحمت بیاد بگید که دوستان عزیز در پیمان ملی این پیشنهاد شما اشکال دارد، ما به اینجاش راضی نیستیم، پیشنهاد خود را
معرفی کنید. ما حتما اون را بحث و بررسی خواهیم کرد و به یک نتیجه انشاءالله خواهیم رسید. خب دوستان گرامی، یک کمی صحبت طولانی هم شد، نزدیک 1 ساعت صحبت کردیم در این موضوع. حالا من در خدمت سوالهای شما هستم که با چندی از سوالهای شما هم جواب بگیم. مثل که سوالها خیلی زیادند، 11 سوال وارد شده است و تلاش میکنم با همه سوالها جواب بگم. اگر نتوانستم انشاءالله در صحبتهای بعدی با این سوالها جواب خواهم گفت. سوال یکم از نام نفری با نام مهاجر غریب وارد شده است. یک کمی طولانی است، خب دیگر چاره نداره، مجبوریم که صبر کنیم و بخوانیم. سلام برادر کبیری، سوال من چنین است: شما امکانیت دارید که با سازمان‌های بین‌المللی که نتیجه‌های انتخابات را نظارت می‌کنند، چنانه که نه چندان پیش تفتیش کردم که 1% به انتخابات دموکراتی مانند نبود، که بولتن‌های انتخاباتی را با همکاری همین سازمان‌های بین‌المللی ساخته، هر یک این بولتن‌ها دارای رمز و گالوگرام مخصوص باشد که تقلب‌کاری نشود و برای هر یک انتخاب کننده یک بولتن چاپ شود، یا اینکه هر یک شهروند جمهوری تاجیکستان با خود تلفن موبیلی دارد، رایدهی توسط SMS شود، نتیجهش ناعیان خوانده شود توسط پیام‌های افیر و تلویزیون‌های دولتی. دوستی عزیزم مهاجر، من تجربه از سال 2000 نامزد به دپوتاتی بودم تا 2015، یعنی 15 سال تجربه شرکت در انتخابات‌های پارلمانی و پرزیدنتی دارم. اگر حکومت جمهوری تاجیکستان بخواهد که تقلب کند، نه تلفن موبیلی کمکت میکند، نه این بولتن‌های مخصوصی گالوگرام و درجه‌های گوناگونی حفاظت کمک میکند. حکومت تمام مکانیزم‌های تقلب را در اختیارش دارد. تنها حکومت تقلب نمیکند که این را نخواهد جوانمرد باشد. اگر حکومت نخواهد که تقلب کند، دیگر نیاز به اینها نمیموند. همون اعضای کمیسیون اوچسکوی را از حزب‌های گوناگون انتخاب میکند، آدمان مستقل انتخاب میکند که تابع به یگان حزب نباشند. این بهترین راهی کم خرج، نه دیگر ضرورت به یگان مثلا کامرا هست و یک کاغذ قیمت هست، نه. اما اگر حکومت بخواهد که تقلب کند فایده نداره. من برای چی را میگم؟ وقتی که ما پروتکل های امضا کرده کمیسیون اوچسکوی و حوزوی رو در اختیار داشتیم در انتخابات 2010، با امضا با مهر وقتی میاریم به کمیسیون مرکزی میسپاریم، وقتی که به سود مراجعت میکنیم فایده نداره دیگر. اونا اصلا عریضت رو قبول نمیکنند. پس این چه فایده دارد که شما این همه زحمت رو میکشید؟ حکومت رو باید عوض کرد که این حکومت راضی شود که اوچسک انتخاباتی از آدمان انتخاب شود که در اون نماینده همه نامزدها و حزب‌ها باشد. در اون صورت دیگر اون تقلب صورت نمیگیرد. من خواهش میکنم دوستانی که به مسائل انتخاباتی توجه دارید این نکته رو خیلی در یاد داشته باشید. اگر حکومت بخواهد با هر راه تقلب میکنه. در روسیه پوتین سفارش داد که در تمام اوچسک انتخاباتی کامرا ماند و اون کامرا مرکز شد به یک با اون سنترالیزовані اپاراتورها. ولی چی فایده شد؟ باز هم همون نوار گرفتن در شبکه‌ها پخش شد چگونه نمایندگان حزب یدین روسیه تقلب میکنن، بولتن‌ها رو میپرتوین، اما فایده نکرد. باز حزب یدین روسیه اکثریت رو گرفت و اون نوارهای کامراها در همونجا باقی ماند. خب دوستی عزیزم، این فکر ما در این موضوع است. یک نفر دیگر سوال داده است، سوالش هم خیلی طولانی هست، با نام عثمان علی. خب وقتی شما در سر قدرت آمدید این مشکلاتی که حکومت امروزه بالای مردم آورد اینها برطرف بعضی اون سبک کرده می شود. من چند تا این مشکلات رو نامبر میکنم. یکم گرانی انداز در همه سمت، دیوم جریمه های بلند با یک سبب های ناچیز تا 10-15 هزار سامانی، سوم نرخ قوه برق خیلی گران هست، چهارم دستمرس بودن زمین نزد حوالگی و فروختن شدن آنها با نرخ گران از طرف منصبداران، پنجم آفت‌های طبیعی که مردم از حساب خودشون برطرف میکنن، ششم بهتر نمودن سطح مدیسین و تامین نمودن مردم با استراخوای مدیسینسکی پلیس، هفتم نرخ و نوای محصولات جاودانه است و با معاش حداقل. یعنی در روسیه معاش حداقل 15,000 روبل است، اما نرخ و نوا از تاجیکستان دیده هم ارزانتر است. معاش حداقل در تاجیکستان
400-500 سومانی است که این برابر 4-5 هزار روبل می شود. خب می شود. هشتم، خدمت رسانی خدماتی خیلی پست و با پول کارت رو بود میکنی. بعضیش رو در جای کار نمیابی، رفته از کیم کجا میاری. نهم، از بین بردن کروپسیا. دهم، بلند بردن برداشتن سطح تعلیم و معرفت در مکتب ها. و یک پیشنهاد دیگر، PMT یک کانال تلویزیونی میکشد. این کانال مردم رو تستر آماده میکرد. اکثریت مردم به اینترنت دسترسی ندارند. دوستی عزیزم عثمان علی، شما 11 سوال دادید و یک پیشنهاد که من طبیعی است که به همه سوالهای شما در این صحبت جواب داده نمیتونم، چون خودش یک و نیم ساعت لازم است. اما به طور عمومی میگم تمام اون سوالها و پیشنهادهای شما که به بخش اقتصادی ربط دارد من در صحبت‌های قبلی هم گفته بودم و شاید که یک برآمد مخصوص برای این خواهم کرد. اما خلاصتا میتوان گفت که اگر پیمان ملی یا هر حکومت دیگر که سر قدرت آمد مطمئن باشد که این پیشنهادها را مورد بررسی و مورد دستورالعمل کاری قرار خواهد داد. اگر این کارها را نکرد پس معنی ندارد که یک حکومت جدید بیاید، منطقش نیست. حالا ما همین پیشنهادهای شما را در یک بسته پیشنهادهای 10 گانه پیمان ملی به حکومت کردیم در اولین روز کرونا ویروس. نگویند کسی ما را تهمت نکنند که بگن پیمان ملی فقط تنقید میکند و تهمت میکند و دروغ میگوید و با حکومت همکاری نکرد، دست کمک دراز نکرد. ما همین پیشنهادها را جنببست کردیم به حکومت کردیم. حکومت به نظر نگرفت، اعتنا نکرد و گفت که من خودم داناتر هستم، میدونم چیکار کنم. حالا همین پیشنهادهای شما 100% مطابقت با همون پیشنهادهای ما دارد. اگر پیمان ملی یا هر حزب و گروه دیگر سر قدرت آمد مطمئن باش برادر عزیز که این پیشنهادهای شما که همش کارشناسانه است، همش درد دل ملت است، مورد استفاده قرار خواهند شد. اما در مسئله تلویزیون کردن برادر عزیز کاری آسان نیست. ما این تجربه رو داریم ولی تلاش رو باید کرد. این تلاش ها شده است. اگر اون که نزدیک شد مطمئن باشد خودی من به شما مراجعت خواهم کرد که ملت عزیز بیان کمک کنند، چون بدون کمک مردمی ما نمیتونیم تلویزیون مستقل را از بیرون مدیریت کنیم، چون تلویزیون یک پروژه بسیار سرمصرف هست. اگر بودجه دولتی نباشد مثل اون 5-6 تلویزیونی که در اختیار حکومت است از پولش ما و شما شب و روز دروغ گفته ایستادن، اون امکانیت هست که در اختیار ما بودجه نیست. دیگه‌ش این که باید یگان گرانت یا یگان پروژه خیلی قوی از طرف یگان سازمان باشد که این گونه تلویزیون‌های مستقل باید عمل کنند که هر دوشان رو پیمان ملی تاجیکستان ندارد، نمیتواند باشد، چون یگان سازمان خارجی پروژه تلویزیون مستقل سیاسی را برای یک گروه سیاسی مبلغ گذاری نخواهد کرد. پس میماند افراد و شهروندان مستقل و ملت دوست تاجیک مثل ما و شما که بیایم این طرح ملی را در آینده نزدیک انشالله پشتیبانی کنیم. حتما من یک مراجعه مخصوص به ملت خواهم کرد اون شب روز که نزدیک شد و انشالله باوری دارم که این تلویزیون مردمی سری کار خواهد آمد. البته آمادگی برای این رفته ایستاده است و البته کاری آسان نیست، باز تکرار میکنم، ولی کاری شدنی هست. یک برادر با نام احمد مصطفی سوال داده است. سلام علیکم برادر، سوال این است: ما یک گروه جوانان که در روسیه زندگی میکنیم طرفدار آزادی ملت هستیم. شما به ما چی دستور میدید و که ما اجرا کنیم؟ دوستی عزیزم احمد، من کسی نیستم که به شما دستور بدهم. من به شما فقط خواهش میکنم که این پیام ما را به قشرهای دیگر ملت برسانید. ملت را آهسته آهسته آماده کنید که حداقل حق خود را طلب کند، حداقل بداند که تغییر حاکمیت خانوادگی در تاجیکستان هم حق حلالش است، هم یک واجب ملیش است و این کار باید انجام شود. اگر این را درک کرد، این بهترین کاری هست که شما انجام میدهید و من مطمئنم که کار دشوار نیست. یک برادر دیگر با نام عبدالخالق عبدالله سوال کرده است. سلام برادر کبیری، چرا وقتی مرحوم عمرعلی قوت به شما مراجعت کرد که بیاید یک جا شویم مبارزه بریم، زیرا بعد ما نوبت شماست، اما شما میتونید آنها را کار نادرست شماریدید و نپذیرفتید، اما امروز کارت که با استخوان خودتون رسید اکنون به این دعوت دارید. دوستی عزیزم بسیار سوال خوب دادید. بله، شهید عمرعلی قوتوف با ما پیام فرستاد که بیاید اکنون انقلاب کنیم و روز انقلاب را تعیین کردن، 10 اکتبر بود اگر اشتباه نکنم، و گفتن که همین حرفا را گفتن که
بیاید یک جای انقلاب کنیم، حکومت رو تغییر دیم. اگر که نکردیم پس این مصیبت ها به سر شما میاد. من بلافاصله به شهید عمرعلی قوتوف پیام جوابی فرستادم، تحلیل خود را فرستادم، تحلیل شخصی نه، با دیگر کسانی که در داخل کشور بودند، از رهبران سیاسی، از کسانی که واقعا حالا می شود گفت که از چهره های سرشناس ملت مشورت کردیم و به برادر شهیدمون عمرعلی قوتوف این جواب رو فرستادیم که خواهش میکنیم الان وقت انقلاب نیست، چون انقلاب را یک کس نمیتواند چه از داخل چه از خارج روز تعیین کند و بگوید که همون روز بیرون بیاد. این مردم بیرون نمیاد، مردم رو باید احترام کرد. موقع خود را آشکار گفتیم که برای چی باید این روز انقلاب یا خیزش مردمی به تاخیر انداخته شود، با دلیل ها، با فکت و رقم، از طریق کانال های معتمد. و حتی اینجا من نام اون برادری که پیام را فرستاد و رساند و باز جواب را به ما آورد نمیگم، چون نمیخوام که اون برادر بعد ناراحت شود که چرا نام مرا بدون مشورت گرفتی. اگر خودش آماده است که بگوید این امانت رو به ملت برساند، اگر نمیگوید حداقل به من بگوید که بله من آماده هستم که گفته شود که این پیام رسان کی بود از برادرانی که تماس هر روزه با شهید عمرعلی قوتوف داشت و کاری ما سبکتر خواهد شد. اما وقتی که ما این پیام را فرستادیم و راه رو هم نشان دادم که چی باید کرد و کی وقت این انقلاب میرسد، جواب آمد که ما الکی اعلان کردیم و راهی بازگشت نیست و دیگر بله ما خودمون فهمیدیم که اینجا اشتباه شده است، اما دیگر راهی بازگشت نداریم چون اعلان کردم. گفتم یک راه هست، یک راه را پیشنهاد کردم، این امانت است که اون برادران باید بگویند. گفتم که خیلی خوب، اگر میترسید که مردم میگویند که خب همین تحلیل درست نکرده بودید چرا اعلان کردید، همین عیب رو به دوش من پرتوید، بگوید که ما روز 10 اکتبر میخواستیم انقلاب کنیم اما کبیری ترسید و نامردی کرد و گفت که مردم آماده نیست الان به یک وقت دیگر. ما به خاطر آن که این حزب نهضت همراه نشد و نامردی کردن ترسیدن، ما این روز را به یک وقت دیگری نامعین پرتافتیم. حتی گفتم که بگید که به یک وقت نامعین و من آماده هستم که مسئولیت را به دوش بگیرم، یعنی بگذار مردم از من ناراحت شود، مرا ترسی بگن، خیانتکار بگن، اما ملت را این آمادگی ملت را به نابودی نبریم، چون ملت سرکوب نشود، ملت روحیه انقلابیش نشکند. و گفتن با من آمدن گفتن که ما پیام را رسوندم. اگر دوستان یادشون باشد من هر روز چهارشنبه یک صحبت با مردم داشتیم، گاه چهارشنبه گاه پنجشنبه ها صحبت با جوانان هر ماه داشتم. اتفاقا همون صحبت نوبتی من 2 روز پیش از روز جمعه 10 اکتبر راست آمد. من باز در صحبتی همون روزم با جوانان یک بار دیگر موقع را گفتم، با امید آن بودم که این پیام من به برادرانی در بیرون بوده رسیده است و اونها این مصلحت و مشورت ما را گوش میکنند و خودم این حرفا را باز بار دیگر تکرار کردم که برادران روز 10 نکنید و با من جواب اومد همون روز بیگاه که بله این پیام رسید و برادران موافقت کردند و این کار همین خیلی خواهد شد. ببینید من انتظار داشتم، آماده بودم که مسئولیت رو به دوش من پرتویان مردم رو تنقید کنند، اما چی شد؟ نتیجه آن شد که روز 10 باز یا همون بیگه پنجشنبه باز برآمد شد و گفتن که محیدین کبیری یا حزب نهضت ترسیدن، نامردی کردن، گفتن که این انقلاب آماده نیست. من فکر کردم که اکنون همون دوام جمله رو میگن که خب دیگر ما این وقت رو به دیگر گفتیم، نه گفتن که خب مردم بیاید روز جمعه بعد از نماز جمعه به خیابان ها و انقلاب کنید. خب دیگر از دست من چی می آمد؟ من امانت و رسالت خود را انجام دادم، گفتم نه تنها از خودم را، با دیگر شخصیت هایی که در داخل کشور بودن نام نمیگیرم که اونها را در مشکلی گرفتار کنم. اونها با اونها مشورت شد، با نمایندگان ملت مشورت شد، اما وقتی راه رو نشون دادیم، اما وقتی که برادران باز گفتن که نه انقلاب می شود، از اون روز پنجشنبه تا جمعه دیگر من یگان گپ نگفتم، یگان کلمه هم زید برآمد نکردم، چون مسئولیت خود را پیش پروردگار، پیش ملت، پیش برادران در خارج بوده خیلی شفاف و آشکار انجام دادم و امید دارم که این برادرانی که این امانت را رساندند حالا چه وقت دیگر بیان خودشون شاهدی بدهند که ما این حرف را زدیم. بنابر همین اون وقت اعتقاد داشتن که ملت آماده نبود، نشان داد تاریخ، بعد تجربه نشان داد که واقعا حرف ما درست بوده است. اما امروز وضعیت فرق میکند. امروز تمام قشرها گفته ایستادند. امروز اگر
اون روز که رسید برادر عزیز کبیری یا هر کسی، شما برادر احمد بیاد یا عبدالخالق بگید که مردم به خیابان نریزید، مردم میریزید دیگر. این صدا را ما از همه جا شنیده ایستادیم. بنابر همین این قیاس امروز و آن روز دیگر معنی ندارد. حالا هم ما دعوت نکرده ایستادیم، حالا گفته ایستادیم که رحمان خودش استعفا کند، نخبگان بیان مشورت کنند. اما اگر اون روز که فرا رسید دیگر اون روز را ملت خودش معین میکند، نه من نه کسی دیگر. خب دوستی عزیز مکس یک سوال داده است. درود بر شما برادر، میخواستم اویدی مسئله مرزی صحبت میکرده. چرا با این همه کشتار از طرف قرقیزها حکومت تاجیکستان خاموش است و دفاع از مردمش نمیکند؟ دوستی عزیزم مکس، حکومت تاجیکستان تمام این ارتش و قدرت و وزارت‌های دفاع و نیروهای مرزبان اینها را آماده کرده است، تیار میکند برای ضد ملت، برای فرستادن به رشت و خاروق و به منطقه‌های دیگر تاجیکستان، حتی به کلاب هم اگر دیده باشد، همون یک چند جوانی از خانواده لنگریوفا بود که در یک خانه بودند، بر ضد آنها تانک استفاده بردند. ارتش و تمام نیروی رحمانوف بر ضد ملت است، برای ضد کسانی هست که از درون اعتراض میکنند، نه بر ضد کسانی که در بیرون هم باید از وطن و از ملت و از مرز و بوم دفاع کنند. بر ضد آنها این جسارت و جرأت را نخواهند داشت. من حالا چی میگم؟ اگر در این شب و روزها باز در مسئله مرزی هم رحمانوف و حکومتش رو بسیار تنقید کنم، چندان مناسب نخواهد بود. من فکر میکنم در مسئله مرزی باید ما تلاش کنیم که در پهلوی مرزبان ها باشیم، اونها را با هر شکلی که امکان دارد روح بلند کنیم، کمک کنیم، بخصوص در پهلوی مردمی مرزنشین تاجیک باشیم. اونها هستند مرزبان های اصلی ما، مردم واروخ، چارکو، اونهایی که در منطقه های مرزی زندگی میکنند، اینها مرزبان اصلی هستند. اینها برای خاک و برای وطن و برای خانه و در خود مبارزه برده ایستادند. وظیفه یک حکومت این است اگر دفاع کردن نمیتوانی از مرز و بوم، جسارت نداری، حداقل همین مردم را کمک کن، اینها از خانه و درشون دفاع خواهند کرد. من پیشنهاد کرده بودم در یک صحبت دیگرم که اولین کاری که حکومت میکند باید مردم واروخ و چارکو و این منطقه‌های مرزی را از سربازگیری آزاد کند. اینا خودشون زن و کمپیر الکی سربازند، مرزبان هستند. چی معنی دارد که شما یک واروخی را برای آنکه فرزندش در روسیه کار میکند جریمه میبندید که فرزندش رو بیارد که اون به خدمت عسکری برود؟ این پیرمرد خودش در خدمت عسکری است، این پیرزن خودش با بیل و کلندش از مرز و بوم تاجیکستان دفاع کرده است. حداقل همین کار را بکن. اما متاسفانه این کار هم حکومت تاجیکستان نمیکند. ما چیکار کرده میتونیم؟ اینجا در این مسئله باید که تلاش کنیم. من چند روز پیش با، حالا نمیخواستم اینجا بگم، با چند سابق وکیل و وکیل امروزه قرقیز که دوستان من هستند، میشناسم، از زمانی وکیلی دوست بودیم، از زمانی که رفت آمد میکردیم، با اونها پیام خود را رسوندیم که برادران، ما دو ملت هم مرز هستیم، برادر هستیم، هم تاریخ هستیم، هم تقدیر هستیم. نباید این مسئله رو با این زوری حل کنید. اگر حکومت تاجیکستان جسارت ندارد، معنی ندارد که ملت تاجیک این غیرت و جسارت ندارد. اگر ملت خست، کار از این بدتر میشود. شما پیش روی اون سربازان و اون افسرهای یک کمی سرمست و خشینتون رو بگیرید، تیراندازی نکنند، با راه گفت و شنود این مسئله رو حل کنید. اما نمیایم این را رسانه‌ای کنیم و هنگام تراشی کنیم که ما این کارها را کرده ایستادیم. مسئولیت خودمون را همچون پیمان ملی، همچون یک وطندار و هموطن در جاهای دیگر انجام داده ایستادیم ان شاء الله. خب یک سوال دیگر آمده است از نام نفر با نام سینا کریمزاده. سلام، سوال به محیدین کبیری برای پخش مستقیم در سنه 02/06/2020. خب به سوال من دقیق و به سفسطه‌گویی و مجرای سخن را دیگر کردن جواب دهید. چشم، حتما کوشش میکنم. شما میخواهید که قیام کنید و حکومت را صاحب شوید. خب اینا فرض کردیم شما به مقصد رسیدید. چه برنامه دارید برای اداره دولت؟ کدام کادر شما عقل اداره کنی این یا آن اداره را دارد؟ شما بسمچی ها را قهرمان کنید یا میکنید؟ از سوال صدرالدین عینی، نصرت الله مخزوم، شاه تیمور غفورov که اساس تشکیلیابی دولت تاجیکستان امروزه هستند، عاقبت اینها چی میشود؟ اینها دشمن میشوند، یعنی جای بسمچی ها رو میگیرند. دوستی عزیزم سینا، خیلی کوشش میکنم که با عباره شما بدون
سفسطه‌گویی و مجرای سخن رو به دیگر طرف بردن صحبت کنم. فرض کردیم که ما یا هر کسی دیگر سر قدرت آمد. حالا بالفرض من سر قدرت آمدم یا یک نفر از پیمان، از گروه 24، از نمیدونم گروه های اپوزیسیونی دیگر یا از اون شورای ملی سر قدرت آمد. شما فکر میکنید که ما این دولت را بهتر از حکومت خانوادگی رحمالوف و همون چند نفره که در اطرافش دارد مدیریت کرده نمیتوانیم؟ این حرف رو شما از کجا گفتید؟ وقتی که ما بدون بودجه، بدون کمک دولتی، بدون کدام ارتش و ارمیه با شما مبارزه کرده ایستادیم که شما در اختیارتون بودجه دارید، در اختیارتون 5-6 تلویزیون دارید، فابریکه جواب دارید که شما مثل که یکی از همونها هستید، شما پلیس و ارتش و نمیدونم وزارت ها دارید، صدها سفیر و دیپلمات دارید، ما هیچی نداریم. در مقابل شما ایستادیم، در این شب و روز باز در بعضی مسائل ها از شما بهتر رفتار کرده ایستادیم. تصور کنید که اگر ما در اختیار ما بودجه ملت باشد، وزارت ها باشد، قدرت، این همه نیازهای وزارت معارف و تندرستی و ارتش باشد، میدونید برای این ملت چگونه خدمت جانانه خواهیم کرد؟ اصلا تصورش رو نمیکنید. شما فکر میکنید که همه مثل شما هستند؟ نه، این ملت کادر دارد. اگر من الان برای شما نامبر کنم که برای همون وزارت آینده، وزارتخانه های آینده تاجیکستان چند کادر دارم، شما یا نصفش رو میبرید زندانی میکنید یا میکشید، از بین میبرید. من از داخل همون حکومت امروزه کادرهایی که امروز در رده دوم سوم پیدا هستند پیدا میکنم، از سابق وکیلانی که میشناسم، از اون مردم دانشمندی که در خارج هستند تحصیل کرده ایستادن. شما فکر نکنید که کادر ملی همون شما هستید و خانواده رحمانوف همون 4 نفره که امروز جمع شده. نه، این 9 میلیون آدم، در صحبت اول گفتم این 9 میلیون تاجیک حتما 100 نفر بهترین کادرها را خواهد داشت که در خدمت این ملت باشد. نگران نباشید، بهتر مدیریت خواهیم کرد. من شخصا به شما این کفالت رو خواهم داد. خب در مسئله باسمچیگری، شما اونها را باسمچی میگید، تبلیغات شما اونها را باسمچی میگن. باسمچی یعنی راهزن، دوست. احمد شاه مسعود را همون تبلیغاتی که این مبارزین تاجیک را باسمچی گفت، دشمن میگفت. نوارهای سالهای 80 را ببینید. من اون وقت در ارتش شوروی خدمت میکردم. من باور داشتم که احمد شاه مسعود که امروز همه قهرمان میدونه، این دشمن است. با همین کلمه دوخ یا کلمه دشمن استفاده میشد. به زبان روسی هم دشمنی میگفتن. خب چرا من به حرف شما که اون را باسمچی میگید باور کنم یا احمد شاه را دشمن بگم؟ همین نصرت الله مقسوم و شاه تیمور را کی کشت؟ مگر اپوزیسیون تاجیک کشت؟ همون حکومت کشت در زمان استالینی که این مبارزان دیگر رو باسمچی گفت. یکی را در زمان مبارزه ملی کشت، باسمچی گفت. شاه تیمور و نصرت الله مقسوم را یک چند سال بعدتر اون وقت نمیتونستی رو باسمچی گرد، اما همچون دشمنی خلق به قتل رساندن. اکنون این روز شما میخواهید که هم از شاه تیمور و از نصرت الله مقسوم و صدرالدین عینی دفاع کنید و اون مبارزان دیگر را که در یک سنگر دیگر قرار داشتند اما مثل نصرت الله مقسوم و شاه تیمور و صدرالدین عینی برای ملت و برای دین و برای وطن مبارزه می‌بردند، اونها را اکنون میخواهید دشمن کنید، ایناش رو دفاع کنید؟ نه برادر، اینا همه‌شون قربانی یک نظام، یک سیستم، یک تفکر، یک ایدئولوژی بلشویکی هستند. یک قسمی رو در سالهای 17 کشت، یک قسمی رو کلا گفت کشت، یک قسمی رو دشمن خلق باسمچی گفت کشت، یک قسم دیگر رو دشمن خلق گفت در سالهای 30 و 37 و حتی بعد از جنگ دوم جهانی. خب ما همه اینها رو در یک جبهه می‌بینم. اینا همه قهرمانی ملی هستند. حالا چی شما اگر اینها رو باسمچی گفتید یا استالین اینها رو، شاه تیمور رو دشمن خلق گفت، پس من هم باور کنم؟ نه دوستی عزیزم. ما که سر قدرت آمدیم، نصرت الله مقسوم، شاه تیمور، باباجان غفورov، صدرالدین عینی، ساتیم اولوغزاده، مومین قناعت، محمد جان شکوری، تمام این بزرگواران ملت که در طول تاریخ صمیمانه خدمت کردند به ملت، اینها جایگاه خود را خواهند داشت. از این بهتر اونهایی که سزاوار هستند، اما اونهایی که به طور صنعی این جایگاه را کسب کردند، اونها جایشون عوض خواهد شد. کی گفته است که امام علی رحمانوف باید در برابر صدرالدین عینی و نصرت الله مقسوم و شاه تیمور و دیگر بزرگواران قهرمانی ملت باشد؟ 100% مطمئن باش که امام علی رحمانوف از روی خط قهرمانان ملی بیرون میشود. این کدام قهرمان است وقتی که
آمد نیم ملت رو مهاجر کرد، نیم دیگرش رو زندانی کرد، نیم دیگرش رو کشت، باقی مانده ثروت‌های ملت رو دزدید، بین خانواده خودش تقسیم کرد. این رو شما خودش رو قهرمان اعلام کرد و شما چند چاپلوس و لگن بردار بیاید این رو طرفداری کنید، من حرف شما رو باور کنم. نه دوستی عزیز، مطمئن باشد که شناخت من و شما در مسئله قهرمان و در مسئله مبارزین فرق کرده است، فرق دارد و ما که آمدیم اینها تغییر خواهند کرد. مطمئن باشد قهرمان های ملی بابا جان غفور، شاه تیمور، صدر نعینی، نصرت الله مقسوم اینها قهرمان ملی خواهند موند و باز چند قهرمان ملی دیگر هم از بزرگواران ملت به اینها ضم خواهد شد. خب یک نفر با نام نوشته است، لطفاً به ذکر نامم نوشته است: سلام علیکم و رحمت الله. سوال به محیدین کبیری: آیا شما کادرهای آماده دارید که بعد از انقلاب وظیفه‌های کلیدی را اداره کرده توانند به مانند دفاع، امن، وکیل، معارف، فرهنگ و غیره ها، یا اینکه با امید همون تربیت یافته رشوه‌خوار حکومت 28 ساله رحمانوف هستید، و یا اینکه با امید همون باقی مانده حزب که حالا در مهد اروپا رفته و کرخ شده، یا اینکه گویا به مرتبه اعلی رسیده در ماه یک بار خود را نشان میدهند این ما هستیم باقی میمانید؟ خب من به همین سوال شما حالا جواب میدم دوستی عزیزم. نه، من الکی در اینجا گفتم، دیگر تکرار نمیکنم که کادرهای حکومت آینده از بدنه ملت، از تمام قشرها خواهد بود. در آنجا نه حزب نهضت تسلط یا اولویت خواهد داشت، نه حزب خلق دموکراتی، نه یگان در اساس حزبیت نخواهد بود، در اساس ملیت، منظورم دیدگاه ملی، منفیت ملی و نمایندگان تمام قشرها خواهد بود. این را مطمئن باشد. نگاه ما مثل حکومت حاضره در این مسئله تنگ نیست که از یک خانواده و یک محل و یک حزب و تملقکاران خودشون بیرون نرود. نه، مطمئن باشد دوستی عزیز. در مسئله آن که ارادهای به حزب نهضت و به کادرهای نهضت گرفتید، من قسما راضی هستم، اما مطمئن باشد که در صف حزب نهضت اسلامی تاجیکستان هم کادرهای هستند. مگر محمد علی حید که در زمانهای شوروی در کنترازویدکای شوروی بهترین ها را میگرفتند و دوست نزدیک احمد شاه مسعود بود و با اعتراف خود احمد شاه مسعود قهرمان ملی همه تاجیکان دنیا او را از مرگ نجات داده است. محمد علی حید این کادر ملی نیست؟ چه بدی دارد اگر محمد علی حید و محمد روزی اسکندر و زید سعید و بزرگ مهر و یار و فینا که زندانی هستند سر قدرت بیاد؟ اینا رو نمیبینید شما؟ اینا هستند کادرهای ما که انشاءالله در حکومت آینده ملی مسئولیت خواهند داشت. خب سوال دوم این برادر: آیا شما با این کادرهایی که در سالهای 90 حزب همچون کادر خود میشمارید و در آخر بعد از موافقه صلح به فراموشی رفتن در تماس هستید؟ خب دوستی عزیزم، بیاید کادرهای سالهای 90 را مانیم، چون کادرهای من در کمیسیون رشد ملی مسئول پرونده های سوی فایزه ها بودم، یعنی پرونده ها را آماده میکردم تا اینکه برای اون منصب‌های فایده شود. دوستی عزیز، در اون وقت اولویت یا پریوریتت این نبود که ما بهترین ها را انتخاب کنیم برای حکومت، برای اون قسمت 30% حاکمیت، بلکه وظیفه کمیسیون رشد ملی این بود که جنگ را خاموش کند، به بعضی افراد منصب بدیم توسط دادن منصب که اینها سلاح را به زمین بگذارند، مثل ملا عبدالرحیم. همه میدونید که ملا عبدالرحیم سواد ندارد، معلومات ندارد، اما ملا عبدالرحیم میگه که اگر به من منصب ندید، من اون بچه‌هایی که در اطرافم هستم از بچه‌های کلاب از اینا باز میروم کوه جنگ میکنم. وظیفه استاد نوری، وظیفه کمیسیون رشد ملی، وظیفه ما این بود که یک نفر کادر ملی را در اون 30% جا کنیم، یا ملا عبدالرحیمی که برای منصب جنگ میکند ولی سواد ندارد. چون اونجا مسئولیت ما کمیسیون رشد ملی قطع جنگ، برقراری صلح و آرام کردن این جنگ و جدال بود. طبیعی است که ما نفرای مثل ملا عبدالرحیم و مثل دیگر قماندان ها وظیفه گرفتند و باز هم میگم در اونا همش مثل این نبود. همین زید سعیدوف هم کادر 30% است، میرزا خوجا نظاموف کادر 30% است، سلامشاه محبتوف کادر 30% است، عبدالنبی ستارزاده کادر 30% است و چندین نفرهای دیگری که واقعا کادرهای ملی بودند. اینا کادرهای 30% هستند. چما یک طرفی مسئله را میبینید؟ بنابراین همین دوستان عزیز، همه چیز رو در جای خودش. الان که ما در باره آینده گپ میزنیم، دیگه طبیعی است که کادرهای ملی سر قدرت خواهند آمد که آنها تکنوکرات هستند، برنامه دارند، دیدگاه دارند و تجربه دارند.
یک پیشنهاد کرده است این برادر. میبینم شما باید اولا لازم است اهداف و طریقه مبارزتان رو با طریق زمانوی تر یا راههای جدید عملی سازید و با آن کادرهای جوانی که سابقا فراموش شدن علاقه برقرار سازید. این با توسط شخصی شما باید صورت گیرد. در اصل لیدرها خود کادرها رو تربیت میکنند، نه به انتظار بودنی که کی مردم آماده درگیر من جمع میشوند. اینجا منظورم پس دادن شخصیتی نیست و هدف اصلاح است. آیت فذکر فإن ذکر تنفع المؤمنین. صدق الله العظیم. بله دوستی عزیز، برادر گرامی، تشکر که این آیه کریمه رو از باب تذکر به ما گفتید. واقعا هم درست است و من کاملا راضی هستم با شما که ما باید تکیه بالای کادرهای ملی و کادرهای جوان کنیم. اما در یک مسئله میخوام دو جمله برایتون بگم. اگر الان من فکر کنم شروع کنم به تربیت کادرهای جوان برای حکومت بعدی، یعنی تقریبا باید که 10 سال 15 سال از امروز برنامه ریزی کنم که مثلا یک کادر جوان 20 ساله 25 ساله را بیارم و اون رو در دانشگاه غربی تعلیم بدیم، آموزش بدیم که بعد از بین اون 30-40 نفر 5 نفر همچین یک کادر تیار شوند. چون مطمئن باشید نه همه کسی که مثلا شما 100 نفر رو وارد دانشگاه میکنید از اون ممکن همگی 5-10 نفر کادر درست میبرید یا آماده میشد برای خدمت در سطح یک وزارت و اداره. باقی موندهش دنبال زندگیش میرود. برای این باید یک برنامه 10 ساله و 20 ساله در کار که باید پول داشت، بودجه داشت، دانشگاه پیدا کرد. اما دوستی عزیزم، شما خوب گفتید که من بیارم سراغ کادرهای ملی. الان اون کادرهای ملی خودشون رو معرفی کنن، بیان بگن که برادر فلانی من الان فلان دانشگاه رو خوندم، اینقدر تجربه کاری در ساختارهای گوناگون دارم، در سازمان‌های بین‌المللی دارم، فکر میکنن که برای حاکمیت آینده سزاوار هستم، میتونم خدمت کنم. اینا خودشون رو معرفی کنن. حتما مطمئن باشید که این مسئولین آینده، اون کسانی که مسئولیت شکل دادن حکومت ملی را دارن، این را به نظر خواهند گرفت. ولی الان من سراغ کی بروم، از کی سوال کنم؟ برای مثال یکی از شما برادری عزیز، اصلا من نمیدونم که شما نامتون چی است، تلفنتون کدام است. شما مثل که یک کادر ملی هستید، دانش دارید، من شما را از کجا پیدا کنم؟ پس وقتی آن رسیده است که ما نسبت یکدیگر کمتر شفافتر باشیم، تماس بیشتر داشته باشیم. اگر به من نمیخواید به بدنه دیگری پیمان ملی، به دیگر دوستان پیام بفرستید. از همه مهمش من خواهش میکنم انا همین روش گفتگو، نصیحت یکدیگر، تماس با یکدیگر رو از دست ندهیم. با ما باشید، نظراتون رو بفرستید، انشالله که حتما به نظر گرفته خواهند شد. خب یک سوال آمده است، یک نفر با نام حقیقت با حقیقت سوال داده است. سلام، یکی از مخالفین را قبول کنید. امیدوارم در امان خدا هستید. شما درست قید نمودید که مردم باید خود را حمایت کنند و آزاد کنند، اما ها وجود دارد. ما میخواهیم که همه مخالفین رژیم خود را در یک مشت توضیح دهند. هدف یک است. شما همچنین یک سیاستمدار مسئول همه را متحد کنید. سالهای طولانی من با رژیم دیکتاتوری مبارزه میبرم، گرچه که من شما را در فیسبوک پی نمیبردم، ولی از برنامه‌های شما خبر دارم. از سال 2012 اینجانی من در دنیای مجازی با این رژیم مستقلانه مبارزه میبرم. خصومت شخصی هم ندارم. باید صورت حساب بانک آزادی خلق باز کرده و هر یک انتقال پول از مردم به این حساب گزارش داده شود. نقشه های آینده هم اینچنین در یک میز نماینده هنید، نماینده گروه 24 دیاسپوراها، نماینده از مهاجرین و یا خود مخالفین جمع آمده نقشه های درست پیشکش کنید. در علاهیدگی ما نمیتوانیم رژیم رو شکست داده. شما سالهای طولانی در کشور نبودید، ولی مردم آماده و منتظر لیدر هستند. در مغز سری مردم این چیز مانند یک پروگرام ثبت است. باید لیدر داشته باشند. خلق را درک کنید که این به لیدر وابستگی دارد. Средства запрограммирования системы в мозгу. این سال را نباید از دست داد. زنده و آباد باشید. دوست گرامی، حقیقت من با 80-90% گفته‌های شما موافق هستم. بله من 5 سال از در داخل کشور نیستم، اما مثل شما نبض جامعه را از طریق صحبت‌ها و اون داده‌هایی که در سرچشمه‌های باز هست پیگیری میکنم. ما اینجا تحلیل میکنیم و بیاید دوست عزیزم، اگر شما پیگیری کرده باشید صحبت‌های قبلی مرا، دقیقاً من اون چیزایی را میگم که شما امروز به من میگویید. یعنی میگم بیاید با هم باشیم، بیاید یک جای شویم،
بیاید دیگر شاید که دنبال یک لیدر نگردیم، لیدر تراشی و رهبر تراشی و پیشوا تراشی نکنیم. بیاید یک شورای را تاسیس بدیم. اگر شورا تصمیم بگیرد که در این شب و روز باز همین شورا نیاز به یک نفر و یک لیدر دارد، این تصمیم شورا باشد. اگر نه تصمیم بگیریم که به طور شورایی باید مدیریت شود، این راه درست تر است، بگذار شورایی باشد. من دعوت کرده ایستادم، من باز تکرار میکنم که آمادم در هر گوشه و کنار اروپا با هر تاجیکی که آماده هست یک جایه ضد این حکومت خانوادگی مبارزه برد گفتگو کنم. خودم میروم، منتظر نیستم که کسی پیش من بیاد. فقط اون برادر آمادگیش رو اظهار کند، بگوید که با کجا بروم. اما چگونه من وقتی که میخواهم بروم با اون برادر صحبت کنم که اون برادر درش رو میبندد، میگن من آماده نیستم، نمیخواهم صحبت کنم. خب دیگر از دست من هیچ چیز نمیاد. من با شما آماده هستم صحبت کنم چون شما آمادگی دارید، اما با اون نفری که آماده نیست و نمیخواد گفتگو کند من نمیتوانم. یا برخی ها میگویند که بیاید با ما بحث کنید، میگن من اپوزیسیون هستم، با ما بیاید بحث کنید. برادری عزیز، من با کمترین نماینده حکومتی تاجیکستان آماده ام بحث کنم. بعضیا ایراد گرفتن که چرا شما با صابر ولیوف وارد بحث شدید. چرا بحث نکنم با صابر ولیوف وقتی که صابر ولیوف آماده است که از موقع همین حکومت خانوادگی دفاع کند؟ یک نفر دیگر پایینتر از صابر ولیوف هم بیاید، من آماده بحث هستم. نمیگم که من فلان هستم و رئیس یک تشکیلات اپوزیسیونی هستم، او کسی نیست. نه، من با یک عادی ترین نفری آنها آماده هستم که در یک صحبت روبرو بحث کنم. اما با یک برادری بسیار ارزشمند خودم در جبهه اپوزیسیونی بحث نمی کنم. این به احترامی نیست. این موقع من است که من با یک اپوزیسیونر، با یک مخالف همین حکومت خانوادگی صحبت میکنم، مشورت میکنم، راهی مشترک مبارزه را آمادم در همه گونه شکل در همه جا بحث کنم و صحبت کنم. بحث کنم به معنای خرخشه و پرخاش و مخالفت نه، بحث به معنای پیدا کردن راهی مشترک مبارزه، مشورت کنم. اما اگر کسی بیاد که بیا با من در شبکه بحث کن، میگم برادر من نه وقت و نه قوت و امکانیتی هم بحث و تلاش و پرخاش و مبارزه با حکومت خانوادگی رو و هم با شما را ندارم و این آمادگی در من نیست. مرحمت بیاد بحث و صحبت و برای پیشروی کار من در همه جا آماده هستم. دوستی عزیزم، خب یک نفر دیگر با نام شیخ کیشک پرسیده است که سلام علیکم کم، امیدوارم که خوب هستید و اله خوب باشید. به حیث یک مهاجر یک چند سوال داشتم، خواستم خدمتتون عرض کنم. سوال یکم، صلح را که با جانب رحمانوف کردند، با جناب رحمانوف کردند یا کردید می شود صلح نامید. حالا آن که از دیدگاه بنده این تسلیم شوی بود، نه صلح، با آن خاطر که شما سلاحتان را با دست ادب آورده سپاریدید، این هم باشد به دست مخالفانتان. دوستی عزیزم، سوال یکمت را جواب میگم. بله، ما باور داشتیم که اون صلح بود، هنوز هم باور داریم که اون صلح بود و ما سلاحمان را در نتیجه یک شرطنامه، سازشنامه صلح سپاریدیم که اون دسترسی هم هست، شما میتوانید بخوانید و در دفتر سازمان ملل هم ثبت شده است. اما آنی که به این صلح خیانت کرد رحمانوف، بعد از آن که سلاح ما را گرفت و یک به یک همه را از منصب دور کرد و حبس کرد و از سال 2005 به بعد یا تا سال 2015 مالکیت را گرفت، زندانی کرد، بچه ها را نابود کرد، این دیگر خیانت به صلح بود. شما می توانید ما را بگید که شما اشتباه کردید، طرف خیانتکار را از اول نشناختید، من قبول میکنم. اما شما نمی توانید بگید که این صلح نبود. ما باور داشتیم که این صلح بود و باور داشتیم که رحمانوف وقتی که گیره میکرد برای این صلح، ما فکر میکردیم که همچین یک تاجیک دلش برای ملت میسوخته است. ما از کجا میدونیم که این یک اکتیار است و لازم شود گیره میکند، لازم شود میپراند، لازم شود میرقصد، لازم شود همه کارو میکند. خب قسمتی کمبودیا رو ما با دوش میگیریم، اما اونی که صلح بود برادر عزیزم واقعا از طرف ما یک صلح واقعی بود، باور کردیم و این سلاح ما رو سپاریدیم. بله الان میگیم که اشتباه بود. حالا وقتی که یک نفر میاد اعتراف میکند، جوان مردانه میگه که ما در اونجا بعضی اشتباه کردیم، چی اشکال داره؟ حالا میتوانید برای اشتباه ما رو مورد معاقبه قرار بدهید، اما خواهش میکنم که صلحی که برایش اینقدر ملت زحمت کشید، اینقدر شهید دادیم، اون رو نباید به این شکل زیر سوال بریم.
خب سوال دوم، بعضی از جوانان شرایط خواندن دارند خواستن در روسیه برای بیشتر خدمت دولت و ملت تمام کردن در کدام تخصصات تحصیل کنند؟ دوستی عزیزم، این سوال را وقتی که به من در تاجیکستان هم میدادن جوانها، میگفتم الان ملت ما به یک درجه سیری رسید در دانش‌های دینی و دانش‌های گومانیتری، بخصوص مسئله زبان و ادبیات ما الکی کادرهای لازمی داریم. جوانان ما بیروند به سمت دانش‌های دقیق، دانش‌های تکنیکی و به سیاست شناسی و فلسفه و حکمت. ما نیازی بیشتر به این تخصصات داریم. حالا من خودم بیشتر جوانها رو توصیه کردم، حالا ریا نشود و خداوند دیگر این اکن نه از باب ریا، هر کسی رو که امکان داشتیم کمک مالی کردن به دانشگاه مالزی، روسیه، اروپا، به هر جای، حتی به کشورهای اروپایی عربی هم که میفرستادیم میگفتیم در دانشگاه‌های علوم دنیوی تحصیل کنید. الان هم توصیه من به شما دوست عزیز این است که در روسیه، در اروپا، در هر کجای هستید، ملت نیاز به کادرهای تکنیکی دارد، دقیق دارد، به جامعه شناسا دارد. خواهش میکنم که بیشتر به این تخصص‌ها رو بیارید. سوال چهارم، شما در دورانی در وطن بودنتون با جوانان واخوری داشته، در هفته یک بار فکر کنم. حالا جوانان بیدار شده، خیلی جوانان بیدار شده بودن. خواهش همین است که همین برنامه رو با طریق زوم ادامه دهید تا ما جوانان استفاده ببریم. خدا نگهبانتون نکنه. بله، من شاید ماه یک بار بود، ماه دو بار بود، این جوانان رو چند سال داشتم، خیلی تاثیر داشت با جوانان و حکومت هم از همین ترسید که ما بین جوانان و ما خصوصا قشر روشنفکر جامعه یک تماس و ارتباط برقرار شد. به همین آمد پیش روی ملاقات ها را گرفت، نه تنها با جوانان، با زیایان، با روشنفکران و کار رو به این وضعیت رساند. من نمیدونم حالا از طریق زوم یا راه دیگر، همین صحبت های من خودش با جوانان هست، بیشترش با مردم هست. حالا ببینید اون قدر صحبت ها داریم، اون قدر کار زیاد است که اگر امکانیت شود میبینم که باید یک صحبت خاصی را از طریق زوم با جوانان تشکیل کنم، چشم، من حتما این کار را خواهم کرد و میبینیم که پهلوهای تکنیکی مسئله چگونه هست. یکی از برادران سوال داده است، نامش در اینجا هست ولی خواهش کرده است که نامش رو نگوییم. سلام علیکم، به نظر شما حاکمیت در دست رحمانوف است یا اینکه در دست یتیموف؟ نه دوستی عزیز، حاکمیت در دست رحمانوف است، شک نکنید. این افسانه‌ای هست که میگن رحمانوف حاکمیت در دست یتیموف است و رمضان زاده هست و نمیدونم فلانی است و اونها معلومات ها رو به رحمانوف نادرست میرسونند و اونها گناهگارند و رحمانوف خودش نمیداند وگرنه یک انسانی خوب است. نه، این افسانه هست. این یک افسانه است که همیشه میگن که شاه آدمی بد نیست و اطرافیانش بد است. نه، حاکمیت پورا در دست خودش و خانواده‌اش هست. این یتیم و اینها منفیت دارن که همین خانواده ظالم باشد، چون یک منصبه که دارن و باور دارن که اگر یک حکومت ملی بیاد برای این طبقه و این سطح دانش، این در حکومت اینا وزیر نمیشن، ممکن در این سطح دانش یگان نچلنیگ اپرالین حدی اکثر جانشین وزیر باشد، اما یک نفر مثل یتیم و رمضان زاده و یا کسان دیگر سطح وزیر باشد که دو جمله را پیوست کردن نمیتواند، نه با تاجیکی و نه با روسی و خب پرزیدنتشون نمیتواند، چه رسد به اینها؟ پس حکومت کاملا در دست رحمانوف است. این افسانه است که در دست یتیموف است. یتیموف اینها در حاکمیت شریک هستند و منفیت‌دار هستند که همین گونه باشد. معلومات هایی که ببینید طرز معلومات ها را انتخاب میکنند به رحمانوف میرسونند که باعث تمدید حاکمیتشان شود. همیشه خطرها را از بودنش کلانتر نشان میدهند. چرا؟ برای اینکه رحمانوف را کمتر بیترسونند که اگر مثلا فلانی را زندان نکردی و فلانی کشته نشد و مهاجر نشد، این رقیب تو میشود. همیشه تلاش میکنند رحمانوف احساس کند که یک خطر هست و نیاز به یتیموف و به رمضان زاده و به همین زدن و کفتن هست. اما بدانید که رحمانوف کاملا خودش میداند که وضعیت چگونه است و چی باید کرد. خب گفته است که چون که وقتهای آخر امنیت ملی به خطر ملی تبدیل یافته است، حتی در گراندن جسدهای از کرونا ویروس همچون یک چاروا بدون جنازه میگرانند. به نظر شما سبب در چی باشد؟ پنهان کردن شماره فوت دیدگان کرونا ویروس. با احترام، یک مخلص شما از تاجیکستان. دوستی عزیزم،
رحمانوف تمامی معلومات رو دارد، میدانست که در تاجیکستان کرونا ویروس هست، نوروز را برگزار کرد. نامه سازمان جهانی بهداشت روز 16 مارس، یک هفته پیش از نوروز با او رسیده بود. ما برآمد کرده بودیم، همه گفتند، در شبکه ها بود. اینا رو رحمان همش خوب میداند. او خواست که برای پسرش را سر قدرت آوردن این کرونا ویروس رو پنهان کند، جنازه ها به همین شکل گرانده شوند، نه همچون یک انسان. و این الکی یک جنایتی هست برای منفیت های سیاسی، جنایت ضد بشریت که این باید بهای حقوقی داده شود. اما اون که این امنیتی بنام ملی به خطر ملی تبدیل یافته است، در این دیگر شک نیست. من این را میگن این کمیته دولتی امنیتی خانواده، وظیفه اینها حمایت خانواده از ملت است که ملت یگان کار به اینها نکند، و کمیته دولتی خطر ملی از طرف خانواده. این نام ها را دیگر شما خودتون باید در بگیرید جدی. به هیچ وجه این کمیته را دیگر امنیت ملی نام گذاشتن جایز نیست. اما دوستان عزیز، نباید فکر کرد که تمام کارمندان کمیته دولتی امنیتی ملی خائن هستند و جلاد هستند و در خدمت یک خانواده هستند، ضد ملت هستند. نه، من میشناسم بسیارشون انسان‌های شریف هستند، کادرهای ملی هستند. اگر بگویم که در بین همه وزارت‌های قدرتی باز هم بهترین ها در کمیته امنیتی ملی هستند، خطا نخواهم کرد. کسایی که یک کمتر باز وجدان انصاف داشتند و دارند. اما بعضیشون مجبور هستند، بعضی دیگرشون واقعا فکر میکنن که اگر ما آمدیم اونها دیگر همش در کرسی جنایت خواهند شش و زندانی میشن. نه، این ما با اون حد به انصاف نیستیم مثل حکومت شما که وضعیت رو درک نکنیم. هر کس موافقی سطح جنایتش جواب خواهد گفت. من بارها گفتم، باز یک بار دیگر مراجعت میکنم به همین کارمندان کمیته خطر ملی. خب هر کاری که تو امروز کردید، دیگر ملت بیدار شده است، شما رو میشناسد. از این به بعد جنایت نکنید، از این به بعد بیاید در جبهه مردم و ملت قرار بگیرید. دیر یا زود، حتما خواهید نخواهید، این حکومت عوض خواهد شد. برای جواب دادن در اون روز فکر کنید. اونایی که بر روز قیامت باور ندارید و فکر میکنید که این افسانه است و این بافته دیندارها است، در روز قیامت هیچ گپ نمیشود، حداقل برای جواب به ملت در همین دنیا خودتون رو آماده کنید. بعد 1 سال، 2 سال، چند ماه، شاید 5 سال این جواب رو به ملت خواهید گفت. و از الان وقتش است. دوستان عزیز، باید که در فکرش باشید. این ربط دارد فقط به کمیته امنیتی ملی نه، به همه کسانی که در خدمت این خانواده دزد هستید. خب سوال 11 بعد باز سوال های دیگر هم آمده است از یوتیوب اینجا نوشتن. سوال از یک نفر با نام قربان اسایف: میخوام نقش شما و گروه های مخالف امامه رحمان رو فهمم که هنگام قیام مردم چیکار کرده میتوانید. در روشان و خراسان ما مردم تظاهرات کردیم ولی هیچ گونه دستگیری و تاثیر مخالفین مشاهده نمیشود. دوستی عزیزم قربان، اگر شما فکر کنید که مخالفین پیمان ملی و هر گروه دیگر و مردم در داخل تاجیکستان، چه در خراسان، چه در روشان یا چه هر گروه دیگر که برای طلب حقشان قیام میکنن، صدا بلند میکنن، از بیرون مثلا نیرو بفرستد، پول بفرستد یا یگان کمک مادی منظور شما باشد، بدانید که این برداشت غلط است. این کار را هیچ کس کردن نمیتواند و در امکان ما هم نیست. اما همین که مخالفین پیمان ملی و دیگر فعالان جامعه شهروندی در شبکه‌ها، در رسانه‌های خود درد دل مردم خراسان و روشان را رساندن، نشر کردن، این خودش بزرگترین کمک است. از این بیشتر و بهتر در همین شب روز کردن نمی شود. اگر این فعالان جامعه شهروندی و مخالفین نمی بود، مطمئن باشد که حکومت الکی مثل سالهای پیشین به سر مردم خراسان و روشان نیرو میفرستاد برای سرکوب کردن آنها. اما وضعیت تغییر کرده است. دیگر سالهای پیشین نیست که به مثل رشت و خاروق و کلاب و جاهای دیگر ارتش بفرستاد. الان میداند که اگر فرستاد نیرو را، مردم نوار میگیرند، میفرستند. فعالان جامعه شهروندی، شبکه‌ها، رسانه‌های مستقل این را نشر خواهند کرد. این از کمک پیمان ملی و مخالفین و جامعه شهروندی و
رسانه‌های مستقل به مردم داخل. بنابراین همین ما باید امکانیت‌های خود را خوب بشناسیم، درک کنیم و از همه مهمش رسالت و مسئولیت مردم و مخالفین را هم خوب بشناسیم. این رسالت مردم، مسئولیت مردم خودش است که برای حق خودش مبارزه کند. یگان اپوزیسیا، یگان مخالفین از بیرون برای مردم کاری کرده نمیتواند اگر خود مردم آماده نباشند و مثل مردم جسور خراسان و روشان از حق خود دفاع نکنند. وظیفه ما این است که در چنین لحظه ها در پهلوی ملت باشیم، با تمام امکانیت‌های خودمان کمک را برسانیم که الحمدلله تا امروز کرده شد. خب یک دو سوال آمده است، مثل که از یوتیوب گفتن این سوال ها از دیگر شبکه‌ها بوده است. حالا شاید 15-20 دقیقه دیگر صحبت کنیم چون خیلی طولانی شد و سوال ها هم خیلی زیاد است. اگر در سری ساعت 4 نتوانستیم تمام کرده، انشاءالله در صحبت های بعدی به ترتیب جواب خواهم گفت. خب یک سوال داده است که نامش با نام احمد جان. سوال من این است که ما چیکار کنیم که این رحمانوف را از بین بریم؟ و دوم سوالم این است که چرا سود جهانی از همه کارهای بد رفتاری این رحمانوف آگاه است، چرا به جوابگری کشیده نمی شود؟ التماس به این سوالهای من پاسخ دهید. دوست عزیز، من خواهش میکنم شما و دیگر همه طرفداران ما مردم فعال از همین عبارهایی که رحمانوف را از بین بریم، فلانی را نابود کنیم، از عباره‌های دغل و تند خودداری کنید. ما رحمانوف را نباید همچون شخصیت و به طور فیزیکی جسمانی دعوت از بین بردن کنید. این جنایت است. ما نظام و حکومت خانوادگی رحمانوف را باید از بین بریم. این را اگر که منظور شما همین است درست است، اما در انتخاب کلمه و واژه‌ها یک کمتر با احتیاط باشد، چون که باز خودشان تمام تحقیر را میکنند، دعوت به کشتن ما میکنند و حتی میکشند. ولی وقتی که از همین عبارات شما را میبینند میگویند که ببینید طرفداران اپوزیسیا دعوت به خشونت و کشتن اینا میکنند. و تمام این فعالیت ما دوستی عزیز احمد جان به خاطر از بین بردن همین حکومت خانوادگی رحمانوف است. اما چرا دادگاه‌های بین المللی این بدرفتاری ها را میبینند و پرونده باز نمیکنند؟ یگان دادگاه چه در داخل چه در خارج بدون عریضه دعواگی پرونده باز نمیکنند. الکی در بین فعالان در بین اپوزیسیا این مسئله مطرح است که چگونه رفتارها و جنایت‌های رحمانوف را علیه بشریت به دادگاه‌های بین المللی کشیده شد. این کار آسان نیست. در تجربه جهانی ما دیدیم که خیلی دشوار است رهبر یک کشور را با فکت و دلیل به دادگاه بین المللی کشاند. البته این گونه حالت‌ها هست، چندین پرزیدنت‌های افریقایی و اروپایی را هم به دادگاه کشیدند و موفق هم شدند. ما در این سمت کار کرده ایستادیم. ان شاء الله در آینده نزدیک به یک مرحله که رسیدیم شما را در جریان خواهیم گذاشت. اما دوستان عزیز، برادران گرامی، ما نیاز به فکت و رقم داریم، دلیل داریم. به گپ عمومی نمی‌شود. بله رحمانوف جنایتکار است، جنایت کرده ایستاده است، اما این فکت می‌خواهد. همین کسانی که نزدیکان خود را در کرونا ویروس از دست دادید، همتون می‌دانید که این بچه شما، پدر شما، زن و فرزند شما سلفن پیچ در یک فضای امنیتی به گور سپرده شد. الکی این معنی را دارد که از کرونا ویروس است. رحمانوف گفت که کرونا ویروس نیست. فرزند شما را برد با سلفن گور کرد. شما همین عکس و نام و فامیلیا و تاریخ روزش رو با ما بفرستید. همون حالتی که عکس گرفتید با ما بفرستید. ما این رو پرونده میکنیم به دادگاه بین المللی. در اساس این فکت اثبات میکنیم که رحمانوف جنایت کرد. تا روز 30 میدانست که در تاجیکستان کرونا ویروس هست و این دلیلش همین پرونده ها. مرگ فلانی سلفن پیش گور کرده شد، پنهانی از طریق مسئولان امنیتی به این شکل جنازه کرده شد. اگر شما با من که نفرستادید، من با کدام دلیل به دادگاه بین المللی میروم مراجعت میکنم؟ خواهش میکنم هموطنان عزیز این فاکتور رو بفرستید. تا امروز به ما بسیار نامه ها از طرف کارمندان سابق دستگاه، کارمندان وزارت ها، حتی افراد نزدیکی که به خانواده بودن، خدمتگار بودن، به ما فکت و معلومات های زیاد رسیده است. مردم به داد آمدن. وقتی که ما شروع کردیم مبارزه را، شماره این معلومات ها زیاد شد، اما اکثرشون گپ ها و درد دل هست. با فکت و رقم
اثبات نشده است. ما شک نداریم، باور داریم که این حقیقت رو میگه. اون طرف با گیره می نویسد، با قسم می نویسد. اصلا انسان حق ندارد شک کند. اما وقتی فکت و رقم نیست، ما اون رو در شبکه بگذاری یا که در سود مراجعت کنی، این از همون تهمت‌های رحمانوف هیچ فرقی نداره. رحمانوف هم زیر مبارزین، زیر خانواده ها و شهروندان زیاد تهمتنامه ها نشر میکند. پس ما باید همدیاران عزیز با فکت و رقم کار کنیم و اون روز دور نیست. حتما پرونده های ما به دادگاه ها خواهد رسید، اما خواهش میکنم که ما را در مسئله کمتر کمک کنید. خب یک نفر با نام مهاجر مظلوم، سوال من به شما برادر که ما میتوانیم در یک جایگی مهاجران و مردم کشور از رحمانوف ناراضیان و دولت‌هایی که مبلغ‌های پرزیدنت و فرزندانش هست مانع شویم تا برگردانده نشوند تا پرزیدنتی نو شدن. بله، شما اگر فکر کنید دوستی عزیزم که حالا این صورت حسابا بسته شوند تا حکومت نو شدن که بعد این نزدیک 20 میلیارد دلاری که خانواده رحمانوف پول ملت رو در خارج پنهان کرده است، اینها رو بعد ملت بگیرد، این مسئله گذاری درست است. اما در هر صورت حکومت نو اگر همشان رو هم نتواند، قسم زیادی از این پولها را میتواند برگرداند، چه این صورت حسابا امروز بسته شوند چه فردا، چون اینا دیگر معلومن. اون حالا در اتحادیه اروپا هم قانون‌های جدید قبول کرده شده است که دیگر این صورت حساب‌های آفشاری همش آشکار کرده شوند، چون اینها هم در کرده شدند که این آفشارها یک گریز برای پول‌های دزدی هست که دیکتاتورها، پرزیدنت‌ها، سروزیرها آمدند پول‌های ملت رو می‌دزدند، در این آفشورها پنهان میکنند، هیچ کس نمیدونه. حکومت‌های اروپایی هم به این نتیجه رسیدند و انشالله که به زودی کاری ما برای آشکار کردن این صورت حسابا باز آسان‌تر خواهد شد. برادر عزیز، یک نفر با نام پیرو نوروف پرسیده است که حزب شما را حزب تروریستی اعلام کردند، شما که تروریست نیستید، پس چرا برای بیکار کردن این حکم سودی مبارزه نمیبرید، یا که در تگ کاسه نیم کاسه است؟ دوستی عزیزم پیرو، در تگ کاسه یگان نیم کاسه نیست. ما در تاجیکستان نیستیم که بتوانیم قرار سودی عالی تاجیکستان را بیکار کنیم. این قرار سودی عالی تاجیکستان است. یگان کشور دنیا این را اعتراف نکرده است، یگان سازمان جهانی این را اعتراف نکرده است. اگر یگان کشور برای مثال آلمان، فرانسه، استرالیا این دعوای حکومت تاجیکستان را قبول کرد، اعتراف کرد، در اون صورت من امکان دارم، حق دارم که در این کشور دعوا پیشنهاد کنم و این قرار را بیکار کنم. اما الان من با کجا دعوا پیشنهاد کنم که اینا میگن که ما اعتراف نکردیم؟ حکومت تاجیکستان گفته است دعوت رو در سود تاجیکستان کن. من که نمیتوانم تاجیکستان بروم این دعوا را کنم. هیچ نفر از حزب ما این کار را کرده نمیتواند، اصلا اجازت نمیدهند. بنابر همین دوستی عزیز، این مسئله بعد از بازگشت به تاجیکستان حتما حل خواهد شد و اولین کاری که ما میکنیم، نه تنها حزب نهضت، تمام این سازمان‌های را که حکومت تروریستی و اکستریمیستی و غیر قانونی اعلام کرد، اینها همش بازنگری خواهند شد و این حکومت بیکار خواهند شد. یک نفر با نام انتی مونوپولیست گفته است، این برادر خیلی سوال‌ها فرستاده است، آیا با کروپسیون به مثل ساکاشویلی مبارزه خواهد بود یا مدل خود را دارید؟ من کوتاه جواب میدم. ما در اساس تجربه بهترین مبارزه با کروپسیون چی ساکاشویلی باشد، مثلا تجربه رومینی هم در مبارزه با کروپسیون خیلی مفید و آموزنده است. تجربه کشورهای دیگر دموکراتی در اروپا، اینها را استفاده خواهیم کرد و با نظرداشت شرایط تاجیکستان که با کدام راه می شود کروپسیون را در تاجیکستان ریشه‌کن کرد یا حداقل به حد مینیمالی رساند. دوم، انتخاب متخصصین با کدام اصول در حکومت شما انتخاب می شود؟ انتخاب متخصصین را من پیشتر گفتم، در اساس صلاحیت، توانمندی و منفعت‌های ملی. گفته است اینجا سوالی خودش واریانت پیشنهاد کرده است، با طریق آزمون، طریق انتخاب بی خلق، با تعیین شما از روی خش و تباری یا با پول. نه، با پول، خش و تباری، با تعیین من استثناء است، این دیگر نخواهد بود. با طریق انتخاب خلق، سودیه ها، رئیسان جماعت ها، ناحیه ها، ولایت ها، دپوتات ها و پرزیدنت،
انتخاب می شود. این در تمام کشورهای دموکراتی همین است. الان ما فقط پرزیدنت رو در یک انتخابات دروغین یا انتخاب میکنیم، دپوتات ها رو، اما رئیسان شهر و ولایت ها، رئیسان جماعت ها، رئیسان ناحیه ها باید که از طرف مردم انتخاب شوند. سودیا ها یا از طریق مردم یا از طریق یک نهاد مستقل دیگر مثل در مثلا کشورهای اروپایی انتخاب شود که در اختیار پرزیدنت یا حکومت اجرایی نباشد. اما در انتخاب کادرهای دیگری دولت مثل وزارت ها، رئیسان اداره ها، متخصصان از طریق آزمون آزاد باشد، می شود که هر کسی که صلاحیت و قدرت دارد به این آزمون حجتهایش را پیشنهاد میکند و از طریق یک کمیسیه بی‌طرف انتخاب خواهد شد. دوستی عزیزم، من باز میگم برای آنکه یک مدل زمانوی شفاف انتخاب کادرها در تاجیکستان راه اندازی شود، از نام ولسپید رو اختراع کردن در کار نیست. بهترین تجربه جهانی را میگیریم و در تاجیکستان آن تطبیق خواهد شد ان شاء الله. سوال سوم، پرزیدنت باید در 3 سزیو آینده یک مرتبه انتخاب شود. این عقیده شماست و چنین در حکومت شما خواهد شد یا 28 سال دیگر شکرانه کبیری را انتظار باشیم؟ دوستی عزیزم، امیدوارم که 28 سال دیگر شکرانه کبیری و کسی دیگر رو نخواهید کرد. شما اگر ملت اگر بیدار باشد، نه به رحمانوف نه به کبیر اجازت نمیدهد که از 2 سزیو، شما 3 سزیو گفتید، من 2 سزیو میگم، اگر این 2 سزیو هم باز 4 ساله یا 5 ساله باشد، از این بیشتر پرزیدنت آینده تاجیکستان باید که در سر قدرت نباشد. اگر یک 7 ساله باقی میماند، بگذار 1 سزیو باشد. یک آدم در 7 سال خودش رو نشان میدهد که کی هست و چی قدرت دارد. شرط نیست که او را 28 سال منتظر باشه که بعد او بیاید خودش رو نشان دهد که میتواند در فون یک گندمزار یا چارگل عکس برداری کند یا نه. برای این من گفتم 100 روز اول کافی است. خب سوال چهارمش، تغییرات به کودکس انداز و جلب اینوستیسیون در کدام مرحله کار شما خواهد بود؟ در 3 ماه اول، در 6 ماه اول یا برادر عزیز، وقتی که شورای ملی خریطه راه رو برای تاجیکستان بعد از رحمانوف بحث و بررسی میکند، اولین کاری که ما میکنیم یک برنامه کوتاه مدت، یک میانه مدت و یک دراز مدت برای تاجیکستان قبول خواهیم کرد. این قبول کودکسی نوی انداز و پرداخت ها، اینا همه به برنامه کوتاه مدت و میانه مدت ربط دارد. یک قسمش به برنامه کوتاه مدت که در 1 سال اولی حاکمیت نو باید قبول و مورد استفاده قرار شود. یک قسمت دیگرش ربط میگیرد به اون برنامه میانه مدت که باید در مرحله به مرحله ما باید این اصلاحات را جاری کنیم. از همه مهمش ما باید که در یک روند اصلاحاتی انداز و نظام اقتصادی باشیم، اما به هیچ وجه در دراز مدت این باید پرتافته نشود که باید این یکی از مسائل خیلی اولویتناک است که ما مسئله انداز و پرداخت ها را باید در همون مرحله اولی کوتاه مدت و میانه مدت دیده باشیم. پنجم، مناسبت شما با روسیه چطور صورت خواهد گرفت؟ دوستی عزیزم، تنها با روسیه نه، با ازبکستان، چین، با تمام دنیا مناسبت ما در زمینه منفعت‌های ملی و دولتی صورت خواهد گرفت. هر کسی تاجیکستان را همچون دولت مستقل اعتراف میکند، احترام میکند، ملت تاجیک را همچون ملت مستقل احترام میکند، ما متقابلا احترام خواهیم کرد و منفعت‌های آنها را اعتراف میکنیم. اگر هر کسی برای تاجیکستان اکه کلان و خرد و میانه دیگر وجود نخواهد داشت. برای حکومت امروزه رحمانوف تا دیروز برای همین گروه ها روسیه اکه کلان بود، حالا باز از شرق اکه کلان پیدا کردن. نه، برای تاجیکستان اکه کلان نیست، همه دوست و برادر خواهند بود در اساس منفعت‌های ملی. اگر یک کشور خرد، یک دولت ملت خرد هم ما را احترام کند و اعتراف کند، منفعت‌های ملی ما را حفظ کند، بداند که برای تاجیکستان ارتباط با این کشور در اولویت سیاست خارجی قرار خواهد داشت. حالا این میتونه قرقیزستان باشد، ازبکستان باشد، هر کشور دیگر. اما یک ابرقدرت هم اگر بیاد زیر منفعت‌های ملی ما موقع گیری کند، ملت باید مستحکم با خودشناسی استوار در دفاع از منفعت‌های ملیش بایستد و به هر کس پیام بفرستد که این مرزی منفعت‌های ملی ما هست، ما در این مسئله گذشت نخواهیم کرد.
خب یک نفر با نام رونالدو سوال داده است. سلام علیکم برادر. با تجربه سیاسی شما در این شب روزهای حساس کشور اگر رفت و میتینگ ها سر شود و البته این انشاءالله خواهد شد و ما جوانان چی باید کنیم و چی باید کرد؟ استاد ما را از طرز درست میتینگ با خبر کنه تا ما کار نکنیم که از فایده کرده ضرری بسیارتر شود. دوستی عزیزم، ببینید موقع من در این مسئله بسیار شفاف است. خیلی خوب که شما مشورت میپرسید که جوانان با شور و با ناموس چیکار باید کنند. وقتی که اون ساعت فرا رسید، نخبگان ملی، کبیرین پیمان ملی به تنهایی نه، نخبگان ملی این را درک خواهند کرد که اون ساعت اون روز کی فرا خواهد رسید. بعضی می شود که اون روز فرا رسید حتی ما به خبر میمونیم، خودش به طور طبیعی جوش میزند. و اگر شما واقعا میخواهید که این چی میتینگ باشد، چی قیام ملی باشد، چی یک اقدام قانونی و در چارچوب منفیت‌های ملی، هر چیزی که باشد، اگر با مشورت باشد، با حس مسئولیت شناسی باشد، با جسارت و آگاهی باشد، بدانید که پیمان ملی تاجیکستان همه ما در پهلوی شما هستیم و خواهیم بود. من خواهش میکنم که خدای نکرده دست به یگان کار نزنن، یگان نفر بخصوص پرووکاسیا نشود، چون میتوانند بعضی نفرها عمدن به پرووکاسیا تله کنند، بعضی جوانهای پرشور و پرخروش را به ناموس بیارن که بعد باعث سرکوبگری و باعث خاموش کردن این شعله مبارزه باز برای سالهای دیگر باشد. انشاءالله من صحبت‌های را در این زمینه باز بیشتر خواهم کرد و دیگر دوستان خواهند کرد و ما قدم به قدم به این مرحله نزدیک خواهیم شد. هیچگاه دوستی عزیز نباید سراسیمه شد که حالا بگیم همین روز و فردا و باید کار کرد. من احساس میکنم بعضی جوانان الکی کمی ذوق زده شدن در مسئله استعفا و قیام و انقلاب. من خواهش میکنم که خیلی آگاهانه با درایت، با مسئولیت شناسی نسبت این مسئله ها باید رفتار کنیم. یک نفر دیگر سوال داده است با نام سراج الدین. من مهاجر تاجیک هستم. ما باید بدانیم که امروز بلکه آینده چی می شود. یعنی اگر در وطنمان رولوسیون کبیری شود، الحال چی می شود؟ من طرفدار رحمان یا اینکه کبیری نیستم، تنها آینده چی می شود. پس اگر رحمان استعفا شود هم بعد چی؟ کبیری پیش کی بود؟ سابق حزب نهضت اسلامی بود. یعنی آینده وطنمون چی می شود؟ دولت دموکراتی یا اسلامی، یا اینکه مثل رحمانوف دولت غیر دموکراتی می شود؟ مدیراتورهای گرامی از شما احتراماً خواهش میکنم پگاه این سوال رو به کبیری دهید. دوستی عزیز، سوال شما به ما رسید و حالا درست گفتید شما میتوانید طرفدار رحمانوف یا من نباشید و سوال خوب دادید که تقدیر ملت دولت بعد از رحمانوف چی میشد. اولش اینکه من این رولوسیون را رولوسیون کبیری نام نکنید، نامش را هم رولوسیون نمونید. این میتواند شکل‌های گوناگون داشته باشد. مهم این است که ملت تقدیر خودش را به دست بگیرد، حق خودش را صاحب شود، این حکومت خانوادگی را تغییر دهد. حالا شرط نیست که کبیری بیاید یا یک نفر دیگر بیاد، خودت بیا دوستی عزیزم، خودت پیشنهاد کن نفری را که میخوای بعد از رحمانوف سری قدرت بیاد. این دیگر در اختیار ملت است، ملت معین میکند. شما درست گفتید. پس اون حکومت، اون دولت، اون جامعه چگونه خواهد بود؟ این را برای همین میگم که اون شورای ملی باید معین کند که این چی دولت میشود. این من نظرم این است، این نظری شخصی من است. حالا بعضی دوستان چی در اپوزیسیون چی در حکومت میتوانند قبول کنند، چی میتوانند رد کنند. من طرفدار آن نیستم که حکومت آینده تاجیکستان حکومت ایدئولوژی باشد. اون ایدئولوژی چه از نام دین میشود، چه از نام دنیویت یا از یگان ایدئولوژی دیگر. ما تجربه حکومت ایدئولوژی شوروی بلشویکی را داریم. ما تجربه حکومت ایدئولوژی دینی را در کشورهای دیگری منطقه داریم که با نام اسلام یا با نام دین‌های دیگر آمدن حکومت کردن. این ناکام بود. من طرفدار آن هستم که یک حکومت دموکراتی مردمی باشد. مردم خودش بیاید کادرهای ملیش رو انتخاب کند و پرزیدنت آینده وقتی که هر کی باشد، حتی اگر نماینده یک حزب ایدئولوژی هم باشد، مثلا کمونیست است، اعضای حزب نهضت است، این نباید بالای مردم، بالای حکومت ایدئولوژی حزبیش رو تحمیل کند. ایدئولوژی حزبیش مال خودش در خانواده‌اش، در زندگی شخصیش اون را اجرا کند. در حکومت، در انجام مسئولیتش باید منفعت‌های ملت، قانون، کنستیتوسیون جمهوری تاجیکستان را
تطبیق کند. در این صورت ما میتوانیم یک دولت ملی، یک دولت دموکراتی و یک جامعه دموکراتی را در تاجیکستان آینده داشته باشیم. دوستی عزیزم، خب اینجا برادران عزیز، خواهران محترم، هم وقتی ما به انجام رسید، 2 ساعت شو صحبت کرده ایستادیم و هم سوال ها تمام شدن. امیدوارم که شما خسته نشده باشید و تشکر برای اون صبر و برای اون تحملی که از خودشان دادید و انشاءالله در صحبت های بعدی، در اولین فرصت، در موضوع های دیگری مهم برای جامعه، برای ملت در خدمت شما خواهم بود. تا آن روز یکی شما را به پروردگار عظیم الشان میسپارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.